نام خدا پناه بر او. نمیدونم که چند تا ویدیو واسه سلیمان ساختم، ساعت نزدیک 10 مدل روایت جدید من برای داستان یا اسطوره سلیمان تعریف کردم و که با علوم جدید همخوانی داشته باشه. این سری میخوام که شخصیت کاملا واسه سلیمان شخصیت حقوقی در نظر بگیرم و شخصیت قومی واقعا برای سلیمان خیلی مطلوب نیست. بهتره که ما اصل کارشو بدونیم، بعد طبق همین اجازه‌ای که خدا داده و چه این داستانی تعریف کرده بشر میتونه که توی کل دنیایی که دنیای گردی که ما کشف کردیم توی همین جهان خودمون میگم طبق تعاریفی که توی کتاب شده از مخلوقات خدا جهت سینما یا داستان یا رمان یا هر چی هست استفاده کنه و به نام خودش فیلم بسازه. تسخیراتی که توی تصوراتمون بهمون داده و تسخیراتی که قبلا با افسانه هایی که پیشینیان داشتن در قدیم داشتن مردم و تقریبا سلیمان میشه که بزرگترین شخصیت چه دیگه، حالا چه به نام سلیمان باشه یا نامی دیگه، تمام دنیا داشتن. از علی بابا و قوله چراغ جادو این مسائل بخوام بگیم که با سنباد و اینا بود تا ما ابراهیمی‌ها و ما بقیه اقوام، و تقریبا میشه گفت که بزرگترین شخصیت که شباهت داره با سلیمان توی دنیا توی همه اقوام هست. ما میایم که یکم کار اصلیشو بگیم و به صورت یک نماد بررسیش کنیم، عناصری که مخصوصا باهاش هستن و ویژگی‌هایی که دارن. داوود و سلیمان در ابتدا بگم نزدیک 9 بار خداوند توی قرآن گفته که این اساطیر الاولین نیستن و اصلا مشکل اینه که قرآن بعضیا نمیپذیرفتن و نمیپذیرن، فرق نمیکنه، تا قیامت این جریان هست. میگن این همون داستانای قدیمی. من حتی دیدم که یه دانشمند خیلی بزرگی هم که حالا اسمشو نمیگم، بعد اینکه بررسی کرده اصلا نه کتابای تورات و انجیل و کتابای مقدس رو دیده و نه درست حسابی قرآن دیده، میگه نه این همون قبلی هست، این یه مجموعه از داستانهایی که توی شخصیتایی که توی تورات و انجیله، در صورتی که مستقیم خدا گفته که من پیامبرانم تکراری نمیگم، خیلی بودن و به خاطر ویژگی‌های مشترکی که بینشون هست که اشخاصی که زنده بودن و توی قوم خاصی بودن، میتونیم که با یه تعدادی پیغمبر تمام بنده‌هایی که رسالت بهشون میداد رو استفاده کنیم. رسالت‌های کوتاه میداده، فقط محمد کل عمرش رسالت داشته. خب سلیمان اما خیلی مهمه. داوود، سلیمان، نوح یه ذریه و پشت هم از ذریه ابراهیم در نظر گرفته میشن، اما خود نوح جدا میشه و داوود و سلیمان ذریه نوح هم میشن. میگه که و ابراهیمو به یاد آورید توی آیه بالا و اینجا میگه که این اشخاص ذریه‌اشن و به نوح که میرسه میگه نوح هرچند که قبل از او بود و هدایت یافته بود و ذریه رو به نوح نسبت میده دیگه. ابراهیم خب نیاز نیست که خدا بگه، ابراهیم ذریه همه پیغمبر هست. ابراهیم نماد توحید، هر پیغمبری که کاری میکرده که واسه کل دنیا بوده و خود توحید میشناخته، نه اینکه هی بیاد تو بگه توحید موحد باشین، توحید پیامبران توحید، یعنی ما رو سرویس میکنن با خدا که هی این پیامبر توحیدی بوده و بر توحید کل دنیا. خب که چی مثلا اینجا باید حکمت ما خدا رو بیاموزیم؟ نمیخواد. خب بگین چیکار کنیم که دنیا رو ما نگه خرافی، مثلا حداقل این به دانشمندا ما نگه خرافی و دولت ما اسلامی. یه عده‌ای توی وب ریختن و نمیدونن که دارن تمام دنیا میاد توی وب یه برداشتی میکنه و نظر میده و اینو سند میکنه. حالا اینجا ما این آیه رو داریم میگه و داوود و سلیمان به یاد آورید و به خاطر آورید، یا در اصل اینجوری میگه ای محمد و داوود و سلیمان هنگامی که درباره کساری که گوسفندان بیشبان قوم شبانگاه در آن چریده بودند داوری میکردند و ما بر حکم آنان شاهد بودیم. خدا خیلی شهادت بزرگی دادی. در مورد پیغمبرات شهادت نمیدی، فقط در مورد پیغمبر ما شهادت میدی، اکثر واسه کفار شهادت میدی که دروغگوان و من ندیدم که شهادت برسه پیغمبر، چون شاهد خود دیگه نیاز نیست که واسه کسی که ایمان داره که نیاز نیست که دوباره تکرار کنه که من شاهدم یه بار بس. یا اسطوره مسیح رو یادمونه دیگه که چش تو چشمت نگاه میکنن و کتکت میزنن مثلا. و این شهادت دادن خیلی مهمه.
8 ماه پیش من شاید کمتر، توی یه هفته‌ای که خیلی دیگه داشت رو قرآن 7-8 ماه وقت گذاشته بودم و کامل دیگه تو قرآن بودم، نازل شد بهم و این شهادت به چشمم اومد. یه شهادتی از پیغمبرمون داره خدا که مثلا پیغمبر ما پیغمبر آخر نیست، اینو همه آدما بعد پیغمبر ما دیگه خدا گفته من کار میکردم با همه، قبلش هم کار میکردم، به همه من الهام میکنم. پیغمبر ما پس پیغمبر آخر نیست، پیغمبر ما پیغمبر اول و آخره. مابقی پند اندرز میدن توی موقعیت هایی و توی محدودهای کوچیکی پیغمبر بودن. پیامبر ما تمام عمرش رو به خدا متصل بوده و خدا به قلبش الهام میکرده، کار دیگه نمیکرده. جهت اینکه بخوام بگم با خدا مستقیم برخورد نداشتیم، از جبرئیل استفاده میکنیم، از واژه بزرگی به نام روح استفاده میکنیم. اما خدا شهادت میده که پیغمبر ما به قلبش نازل میکرد، یعنی هیچ برخوردی باش نداشته و خودش ارتباطش با خدا قطع نمیکرد. و حالا شهادت من توی ویدیو دیگه کار کردم که پیغمبر ما با بقیه فرق میکنه. پیغمبر ما، یعنی میگم که ما دنیا که قبولش داریم، ما دیگه بشر یه پیغمبر دارن، محمد دیگه، بقیهشون اسطوره های جدایی هستن و محمد، موسی، عیسی، این ستاره خب دیگه جدا، و نوح، اینا یه اسطوره هاشون جداست. پیامبری که از علم خدا گفته، بقیه اندرز بودن و خدا نسبت میده یه سری کارا رو بهشون. خب مثلا همینجا ما میخوایم شروع کنیم که این ویدیو رو بهتون بگم، شاید خیلی طولانی بشه، شاید من بخوام کل داستان رو بگم اینجا و هر کاری میکنم من زیر 2 ساعت نمیتونم اصلا وارد داوود و سلیمان بشم. خب این شهادت خیلی بزرگه، توی مخصوصا دهه اخیر به صورت بزرگی مطرح شده یه سری مسائل در مورد چنین حکمی که خدا داده و شهادتی که داده که مراقبت از هرس داشتن، هرسبان یا علفبان بودن به قول من. و کلا شاهدین تو قرآن 7-8 بار استفاده شده، کلا شهادت. خب آیه بعدی میگه ما فهم کردیم، فهمنا به سلیمان، میگه ما آن را به سلیمان فهماندیم و به هر یک از آنها داوری و علم فراوان میدادیم. بله، به حرف از علم میاد اینجا، علم که علم خدایی توش، حرف از علم میاد. و کوها و پرندگان را به داوود مسخر ساختیم، تسبیح میگفتند و این کار را انجام دادیم، فاعلین. پس من با این پیش‌فرض وارد میشم که اساطیر اولین منظور اساطیر خدایی، به شخصیت‌های خدایی همشون، من میگم شخصیت جای اسطوره اساطیر. شخصیت‌های خدایی هیچ موقع مطمئن باشه تکرار کل شخصیت رو که نمی‌کنه، که اینقدر پیغمبر داشته که هر یه ویژگی فقط میخوره مثلا با اون اساطیری که توی تورات و انجیل هستن و بیشتر تورات، و بقیه شخصیت واسه پیغمبرای دیگه‌اش بودن که اضافه میکنن، مابقیش هم فرق نمیکنه، خلق کرده باشه نکرده باشه، بخواد بگه اینجوری باید باشه. وقتی که کل داستان درسته و در مورد انسان داره حرف میزنه، نیاز نیست که حتما خلق شده باشه و به صورت واقعی وجود داشته باشه، که خدا هم مثل ما و هر کاری ما میکنیم خدا میتونه کارو بکنه و میتونه داستان بگه، حکایت بگه، مثل بگه و موکیات گرفته کنه، خدا یاد گرفتیم دیگه. پس اینجا من یه توضیح کوچولویی بعداً میدم. میگه ما حکم واقعی پس به سلیمان فهماندیم. سلیمان بعداً تو ماجرا جدا میشه، میگه و ساختن زره را به خاطر شما به او تعلیم دادیم تا شما در جنگ ها حفظ کند. آیا شکرگزار هستید؟ میگیم بله، خدا چرا شکرگزار نباشیم. من یه فیلم دیدم، فیلم‌های هالیوودی جنگ ستارگان، آنچنان که راستی واسه فیلم میذاره که مثلا شمشیر هست و زره هست، زره رو برمی‌داره شخصیت به دست سلیمان، به ما زره میدی. منظور صنعت نیست، میدونم خدا، منظور اینه که زره پیشنهاد میکنی تا اینکه بخوای شمشیر یا سلاح پیشنهاد کنی. و شمشیر یه جا بیشتر تو قرآن نیست و کلا تو قرآن نیست شمشیر، اون یه جایی هم هست خیلی درد ما نمیخوره. میگه که مثل با شمشیر شلاقتون میذارم با آتش سوزانه، چین چیزایی میگه خدا. من که نمیفهمم چی میگی، من از ابتدای پروترم و کاری هم نمیکنم که بخوای بزنی و اون استعاره است و با شمشیر نمیشه شلاق بزنی، یعنی چه چیزی میخوره نمیدونم حالا چی. یه جای شمشیر من دیدم، خیلی چیز، خیلی جمله خیلی قشنگی بود، اما خب خیلی دوست ندارم امتحان کنم. و گروهی از شیاطین برایش غواصی میکردن و کارهای غیر از این برای او انجام میدادن و ما آنها را حفظ میکردیم. پس شد از این موضوع که به این شکل تا اینجا که
خدا چیزایی رو واسه سلیمان مسخر میکنه، اما نه به اون شکلی که سلیمان میجوری. من بررسی کردم واسه بودن 4-5 سال پیش میشین پیامبرایی بودن که از هزاران سال پیش جمع آوری میکردن توی سری کتبی که دست قوم یهود هست و خدا تمامشون میکنه اینجا و حتی تو کتب اونا هم هست. پیغمبران راستاستی که نیستن همشون که مثلا تو دورایی که میگن باشن، کتبی رو جمع میکردن و خودشون میدن که اون کتب پیامبران هی شبیهاشون میومدن و هی اضافه میکردن و پایه‌گذاراشون بودن. حتی پیامبران خدا واسه ما در نظر میگیره که روزایی که نبودیم و اما جسممون در خاکمون بود رو زمین، میگه مثلا شما هم بودین و یه پیامبر نمادی مثلا اون میذاره. همشون یه شخصیت اما تو بنی اسرائیل دارن، یه شخصیت حقیقی و اونا کلا کارشون بوده که تقلید میکنن از پیغمبرا و خدا بعدن گفته ایراد نداره همتون من میدیدم، هیچ مشکلی نیست. چون یهودی خیلی طولانی مدت پیغمبری و حتی مسیح هم قبولش نمیکنن، پیغمبر بزرگ، و همش میترسن که محمد، بعد خدا میگه نه من میدیدم نگران نباشید. همین کاری که میکردید، اسطوره‌ای رو درست میکردید فرضاً که تو دهن ماهی میره نمیدونم فلان میشه، که تا 100 سال پیشم 100 سال من خودم بچه بودم پدر بزرگامون جمع میشن دوست داشتم در مورد اینجور پیغمبرا زیاد حرف بزنن. امروز میگن خرافات، نه بابا راستی که نبودن که مثلا نمادهایی بودن و حقیقتش تو قرآن نوشته، اسطوره یعنی بیشترشو نوشته و یه اسطوره واسه معجزه گذاشته و بقیه‌اشو من رو بعدا میخورم. مثلا من که روایت نمیخورم یا با اون اصلا کاری ندارم میخورم اونا رو میبینم مثلا چند تا شباهت دارن، اما اصلا این تفاصیل بقیه میگن نمیدونم. نوح مثلا اونجا زن بچه‌شو میگه خدا که این اساطیر اونا نیستن، زن بچه‌شو عروسش اینا رو سوار کشتی میکنن واسه ما نه. لوط توی کتاب مقدس مسیح و یهودی همسرش مناسب نیست و جریانش هم توی کتاب ما فرق میکنه، اسطوره فرق میکنن. اساطیر اولین منظورش اسطوره‌های خدایی هستند، مثلا مثل اسطوره توی شاهنامه هم مثلا ققنوس داره و سیمرغ داره. نه، خدا فقط میتونه با مخلوقات خودش براش اسطوره بسازی و با عملکردهای خودش، نمیتونی تخیلی بیاری. بعد کل سیستم اصلا اول دخان عوض کنی که بخوای مخلوق اضافه کنی. واسه همین میگه من شریک و یاور نمیخوام، انقدر شرک نگید و واسه من دستور ندید که شناسنامه صادر نکنید که چی خلق کنم چی خلق نکنم. میگه و ما به داوود سلیمان دانش عظیمی دادیم. میریم پس سوره نمل. و آنان گفتند ستایش از آن خداوندی است که ما بر بسیار از بندگان مؤمنش برتری بخشید. باز اینجا من از علم حرف میزنم، من از علم استفاده میکنم، از دانش استفاده نمیکنم، چون عالمین خیلی بهش ظلم شده. ما میگیم جهانیان جهان، عالمین یعنی محل ظهور علوم، عوالم، عالم معلوم، علم و خانواده دیگهش مجهول، جهل، جاهل. اینا بعد که اسما چی میگه؟ تخم اسمیم دیگه، علامه به اسما شدیم، بعد که اسامی رو بتونیم استفاده کنیم و مناسب هم استفاده کنیم. و حالا معلم خدا نمیاره، میده به مسیح معلم و خودش مدرس استفاده میکنه و تو جزء سی میگه یا کسی از من بهتر درس میداد، که میگم نه خدا در مورد درسم خوب درس میده، معلم خوبی هم هستی یا مدرس خوبی هم هستی و هر کاری ما بلدیم از تو یاد گرفتیم دیگه. میگه سلیمان وارث داوود شد، وارثش شد. من اصلا به هیچ عنوان قومی نمیخوام حرف بزنم. ذریه نوح ذریه ابراهیم بوده و وقتی که هدایت میشه ذریه خودش میذاره که میشن ذریه ابراهیم و نوح و اولیش داوود، سلیمان و بعدش هم ایوبه. و من بخوام داستان سلیمان و نوح نباشه ذریه‌اش اصلا نمیفهمم، نمیتونم بگم. من چیزی که وجود داره توی دنیا رو اونا رو در مورد شخصیت و در مورد کل کتاب قرآن این کارو میکنم، تجربی حرف میزنم و معنایی حرف نمیزنم، معنایی بررسی نمیکنم، با نمادها کار میکنم. من این روحانی نیستم که بخوام معنایی حرف بزنم و مسئولیتی ندارم تو این زمینه. خب حالا تا جایی بتونم میگم. پس وراثت اینجا سلیمان وارث داوود شده. داوود تا یه جایی رو انجام میده و میره حالا اشتباهی هم محاکمه میکنه، میره سراغ این که مثلا محاکمه کنه واسه گوسفندایی که حقیقی هم و گوسفندای قرمی ان و تو داستانشو که میدونید یا نه که توبه میکنه، که مثلا سر محراب بل میکنه برای همیشه میره سر قضاوت که خیلی هم ربط نداره. خدا قسم خورده که تو میخوای واسه الافزار و دشت من یا دشت خدا نمه، دشت خدا
خود مردم بوده و افسار مردم بوده، دشت هرس مردم بوده. داستان داره که گوسفندار پیشش میاد. اما عناصر و یا نمادهایی که با سلیمان کار میکنن، سلیمان هیچ حکمی و یا هیچ رسالتی در رابطه با مردم و انسان نداشته. حراستش کلا حراستی بوده که باید از الافسار انجام میداده و از کل اکوسیستم تنظیم میشن که بتونه کارشو بکنه. کل محدوده‌ای که الان ما میشناسیم الان 1400 سال پیش اینجوری نبوده. محدوده گردی که ما از کره زمین میشناسیم بعد که آب و هواشو خدا تنظیم میکرده که حکم سلیمان پیش بره. خب میگه این مردم زبان پرندگان به ما تعلیم داده شده و از هر چیز به ما عطا گردیده. این فضیلت آشکاری است. خدا هر کسی که این زبانو بلده، منطقه بلده و خوبه دیگه. کلا پرنده رو ما زیاد باشه استفاده میکنیم و ما کلا ما هم زبان همه حیوانات رو تقریبا میتونیم بفهمیم. من دو مستنده رو میبینم مثلا یه رو در مورد دو تا حیوان یا آدم شروع کنه حرف زدن که این داره اینو بهش میگه، اون داره اون میگه. کلا بشر خوب واسه چاخار میکنن. اما خب اونایی که واقعا میفهمن نمادهای پرنده رو خب دارن تو اکوسیستم کارهای خیلی بزرگی میکنن. کسایی که زبان حیوانات رو میفهمن و آدم من دیدم که تمام عمرش داره با خرس‌ها زندگی میکنه و پیگیریشون میکنه، مطالعه میکنه و انگار همه چیزشون رو میفهمه، همه حرکتاشون، پیش بینیایی که میکنه که الان این خرس میخواد چیکار بکنه. خرس خیلی تک زندگی میکنه، تمامش درست در و خیلی خوب میفهمن. اگه آقایان بخواید خرافات بگید خواهشاً در قالب داستان بگید، به خدای حقیقی که نچسبین. خدا اجازه داده بهتون دیگه. بگید که مثلا میتونیم ما اینجا بریم روایت سازی کنیم که مثلا اینجوری بوده با موچی حرف میزنه فلان میکنه. موچی که خود نمیتونه حرف بزنه که خدا از طرف همه، از طرف زمین آسمان کلا حرف میزنه. به فقط طرف ما انسان که بجز از آدم از طرف پیغمبراش ما انسان ها حرف نمیزنه. ما خودمون علم اسما داریم، بلدیم. ما بقیه مخوالش علم اسما ندارن و بعد از در بگی که مثلا اونا شما چجوری اونا رو میبینید، ما چجوری اونا رو میبینیم. خب باید توافق میکردن تا به همون حقشن. بله پرندگانشو من دارم، آنچه ها پرواز میکنن رو هوا، ماهی ها گله‌ای تو دریا، آدم ها لشکر به لشکر، تمام طبیعت. بله خود خدا باید اینا رو چی بکنه. خب لشکریان سلیمان، خدایا یک بار سلیمان لشکریان رو خواست، نه به خدا، یعنی دستوری داد، فرمانی داد، حرفی زدی، اصلا پرسید کجا، اصلا گفتی بهش. بعد همش دعا میکنه، همه عمرش منتظر بده که یه بار یه ارتباط وحی نمیخواست، اوحی به زنبور اصلا هم کردی، یه القا میخواست اما انگار بهش نکرده، اما خودش با طبیعت کارشو میکرده. خب بعضی میگن جن و انس و پرنده و حیوان و زرد و برق و آسمان و زمین و کبریت و فندک و اینا. نه دیگه بابا جان دیگه اینجوری ردیفش نکنید، جزئیات هم که نمیخواد. جن خودش یه عناصری باش هستن و میرن کنار. جنا رو دیگه گفته همینجا دیگه میبخشه خدا را تمام میشه و خودشون گفتن که ایمان آوردن، اما خود ایمانشون که خدا قبول نمیکنه، چی قبول کنه واسه کسی که اعتقاد دارن به اینا، انقدر ایمان به انقدر مسلمان بشن که جر بخورن. یه سری رو زیستی فرض کردن و بهشون چیایی دادن، قدرت‌هایی دادن که ایمانشون خدا که قبول نمیکنه، هیچشون قبول نمیکنه. هر کاری کنن، هر جوری میخوان کار بکنن، اون جنیانی که تو نظریه دیره اونا رو خدا ایمان بیارن بخوان نیارن. خدا اصلا به صورت میگه آقا جون خرافات خسته شدن دیگه، اومدن ایمان آوردن. خب خرافه هم خدا آفریده، توهم هم خدا آفریده. اینا اومدن گفتن قرآن بگوش ما خوردیم، ما دیگه ایمان آوردیم، چه این آدما ول نمیکنن، میخوان دروغ ببندن به خدا. حالا اما این جن فرق میکنه، این جن مسئلهش شده اصلا نباشه، اصلا زمین نمیگذره، از جنس آتش بیدوده. واقعا زیاد بودن که باید تمام میگن تا به همون حق باشن. بله گفتی که اینا نگهبان الاقصی رو داشتن دیگه، باز سلیمان مخصوصا و دیگه چیز دیگه سلیمان نداره. همه آدما کار میکنن براشون، همه حالا اینکه چرا به تسخیر خدا هم به تسخیر خودش نیستن نمیدونم، چون خودش درخواست از کسی نداره و فقط یه دوستی داره که باشه دوست علی. بله خب باید خودت تنظیم کنی و ما طبقاتمون با هم قاطی نشه. خیلی گسترده ایم ما توی زمین، اما جنگلانس و پرندگان خب به صورت متفاوتی مطرح شده و بله انس هم در تسخیر خدا کار میکنه. اما به هر حال وقتی که قرار بشه که شهادت بده خدا که فهم شده بوده و صاحب علم شده بوده و حتی علم داوود هم به او فهم میکنیم، چون داوود دو شاخه بشه، جای دیگه میره و خیلی هم عجوله، به خیلی هم همینجور عشق حکم دادنه، چون واسه آدما حکم میکنه. سلیمان هم واسه آدما حکم نمیکنه، واسه دشت حکم میکنه، واسه حرس حکم میکنه. حرسی که با توجه به چیزایی که خدا بهش داده یکم دورتره و حتی انس هم میاد دستاش تسخیر میشه، یکم دورتره از محدوده شهری.
با هتود هم دوره، باز تو خود شهر نیست، توی خرابه ها و باغای اطراف و نزدیک 7-8 کیلومتر میتونه پیغام این طرف اون طرف کنه و کلا خود هتود الان توی دنیای جدید خودش پیامه، خودش شخص هتود پیامدارای بزرگ سلامت دشتی که یعنی مطمئنیم که وضعیت هرسش خوبه، وضعیت کشتار خدا خوبه. ما در مورد کشتار خدا دیگه داریم حرف میزنیم، در مورد کشتار انسان حرف نمیزنیم و در مورد ثمر یا میوه هم حرف نمیزنیم که انگور خورده این دوستان انگور خورده نخورده. در مورد خود هرس داریم حرف میزنیم. چه اینا قاطی میکنید؟ میوه ارزشش با برگ فرق میکنه. هرس فتوسنتزه. یه پیغمبر میخواسته و یکی داده و خیلی زحمتکش بوده پیغمبرش، این جریان که خدا میگه، و خورشید نورش رو میتابونه به طرف زمین. 99.8% جرمو جناب آقای خورشید برداشت، ابلیس عظیم. و این انرژی واسه خودمون نگرشه. وقتی طرف زمین میاد گرمای انرژیشون اصلا مهم نیست. نور فتوسنتز که وقتی میخوره برگی، مثلا یه درخت 100 گرمی میشه 50 کیلو 20 کیلو 25 کیلو، نه از آب نه از خاک. اینا رو آزمایش کردن و تقریبا 100 سال پیش کامل دیگه ثابت شد. شما درخت رو سایه با قارچ فرق میکنه، نور بهش ببند، هر چی خاک آبش بده حرکت بکنه. قرار بود ما انرژی رو از زمین بخوایم بگیریم، در عرض چند دوره مثلا تو 8 میلیاردی زمین شون که تحلیل رفتن و تمام شدن. پس ما انرژیمون رو که در قالب چوبیا سوزوندن یا خوراک و رزق و روزی همه رو از آسمان میگیره، از طرف خورشید میگیریم همه رو، یعنی دیگه منبع دیگه نداریم جز خورشید. مغز زمین هم داره اون انرژی گرمای خودشون، اون با اون دیگه واسه جنیان خوبه، واسه به درد ما نمیخوره، به درد آتش میخوره که قواسی کنن توش. پس لشکریانش جمع شده بودن، همیشه لشکریان سلیمان کار میکردن، همیشه جمع بودن. میگه تا در جایی که میگه که لشکریان سلیمان از جن و انس و پرندگان نزد او جمع شدن، اون همیشه باش لشکرش کار میکرده، هم آواز و هم تسبیح خودش بودن. میگم اونقدر زیاد بود که باید توافق میکردن تا به هم ملحق نشن. خب بعد خدا اینم هست، میدونم وقتی که گله‌های حیوانات تو اینا این طرف اون طرف میرن، این چند تایی که میخواد واسه اون کار کنن جدا میرن. خب پس من دائم تکرار میکنم که خدا قسم خورده که این محافظ هرس بوده و مدیریت هرس بلد بوده. آنجا حکم کردن که مدیریت هرس بلد بود که منبع خرج مصرف نشه و حیوان نداره. حیوانات رو نوح سرپرستی میکنه و پیامبر و اسطوره و اساطیری حیوانات واسه نوح پیامبر حیوانات. این تسخیرات جن و انس و پرنده است. میگه رسید به وادی النمل، من دو طرف تعریف کنم، همون حالت حماسی که خدا میخواد ایجاد بکنم و هم مسائل علمیشو و تجربیشو میگم. میگه تا به سرزمین مورچگان رسید، مورچه ای گفت به لاواهای خود بروید تا سلیمان و لشکرش شما را پایمال نکنند در حالی که نمیفهمند. سلیمان که بدبخت میگه میخنده و بغلتون میرم، خب چیکار کنه؟ هم هدهد دشمنتون، هم اصل همینجوری گام میزنه و لهتون میکنه. سلیمان اصلا هست، سلیمان وقتی که میزنه اینجوری تارمارتون میکنن که با سلیمان رو دیدی ایش داری در دل میکنی و چرا انقدر خدا تو رو عزیز شمولده نمیگه چی من نمیدونم و انقدر پورویی میدونم. البته نمیدونم، حالا بعد اولش حرف بزنیم که این عناصر خب یه دقیقه بخوام زمین کار نکنن کلا ما منقرض میشیم. و میگه سلیمان از سخن رو تعصب میکرد. خب پادشاه نیست که میدونن همه، پادشاه نیست که برای همه رو خوار و ذلیل بکنه. اینو ملکه سبا هم میگه. حالا ملکه سبا من درش بحث نمیکنم چون تو رسالت سلیمان نیست. اون من بخوام بگم اونو باز بعد داستان اینجوری دیگه بگم، مثلا میرم اون ملکه رو، شخصیت خدیجه رو دوست دارم بذارم روی ملکه سبا. و تقریبا تملکش مثل خدیجه خودش، تقریبا همسر پیغمبر، شخصیتی مثل ملکه سبا میتونسته داشته یه عراض تملک که مالکیتی داشته و چی میگن هزار خرش هم داشته. حالا ملکه سبا انقدی نبوده که بندازه که مثلا فرمان روایی که خدیجه داشته. میگه بله دعا میکنه، مثلا کلا هیچ موقع خدا درخواست یا به هیچ خدا من تصفیات که خدا میگه اگه سلیمان قبول کنه مهمه. سلیمان که کاری نداره که خودش خدا هم واسش تسخیر کرده بود، واسش انجام میده، چون دعا میکنه. میگه پروردگار واسه شکر کردن دعا میکنه. میگه شکر نعمتایی که برای پدر و مادرم ارزانی داشتی به من الهام کن و توفیق ده تا عمل صالح، عمل کرده صالح داشته باشم که موجب رضای توست و مرا به رحمت خود در زمره بندگان سرخ دوستت وارد کن. مصلحت
کسایی که دنبال مصلحتن، صلح دوستن و بشر دوستن صالحین باشم من. میگه حالا سلیمان در جستجوی پرنده ای رفت، هدهد. حالا اینجا نوشته خودش هدهد، چه میدونم شد هدهد نباشه، بلبل باشه، نمیدونم، یا توتی باشه. اگه هدهد باشه جریان خیلی کامل واضح میشه. و هدهد الان کشورهای دیگه توی چند سال اخیر دارن بودجه استراتژیک روش میذارن که هدهد داشته باشن. نمیدونم، هی میگن ایران هم هست. توی من مطالب علمی رو میخونم، میگه هی هدهدهای ایران تعریف میکنم، میگه خدا ایران من هدهد ندیدم، ما بچگی دیده بودیم هدهد ندیدیم. من هدهد شده نمایشگر غیر تخصصی و میتونن کارمندای غیر تخصصی ازش پیغام جمع کنن. سلامت دشت رو هدهد پیغامشو کلا میده و توی همون هر جایی بره آفتاب پرست، من تو منطقه خورشید پرستا باشه، توی منطقه که خورشید زیاده. میگه برآمده گفت چرا هدهد رو نمیبینم؟ اینکه از غایبان است. بعد هدهد اگه نبینه دشتش خرابه دیگه و هدهد باید باشه، بعد ببیننش. تازه یکی دیگه هم چشمه‌راه سلیمان که میره هدهد بپره، اونم رو به آفتاب با میسه بره خورشید که این هدهد فکر میکنه این خورشید پرسته، چشم میزنه ببینه سلیمان کدام طرفه سبا داره کار میکنه و از هر جای هدهد بپره میفهمه سلیمان هم همونجا. خب میگه قطعا او را کیفر شهید خواهم داد یا او را ذبح میکنم. یه دیگه سر اینا میمونن هدهد رو ذبح نمیکنه، نترسید، از عشقش داری اینو میگه. مگه میگی که تبسم میزنه مورچه ها بهشون میگه که میفهمن چی میگین و مثلا نترسین، لگدتون نمیکنن، بغلشون تبسم قهقهه که نمیزنه که سوار اسب باشه مثلا پادشاه باشه، یه عبد ساده است و بغلشون و هی کار میکرد و خدا میگه خدا رو برند ما دیگه بده فلان بده. یه بارم خدا درست حسابی بهش توی اصل داستانش بهش القایی نداره یا باید دلیل روشنی برای من بیاورد. میخواد بگید خیلی مهمه دیگه و اگه هدهد نباشه و کسایی که دارن با مهندسی هدهد کار میکنن میدونن هدهد یه جوریه که حتی میتونن با دیدن توریستایی که جمع میشن این پرنده رو تماشا کنن حرکتاشو، همون جمعیت هم دیده بشه همون کفایت میکنه که مطمئن باشیم که دشت سالمه، دشتایی که انسان مهندسی انسانی نمیکنه و مهندسی حیوانی روش انجام میده. و مورچه هم که من دیگه بعدا رسیدن نشون دادم، مورچه که خیلی واضحه، مورچه و موریانه اگه قرار باشه نباشن دنیا متلاشی میشه، چرخه کربن دستشون. می چندان درنگ نکرد و گفت من در چیزی آگاهی یافتم که تو برام آگاهی نیافتی. من از سرزمین سبا یک خبر قطعی برای تو آوردم. من زنی را دیدم که آنها حکومت میکنن و همه چیز در اختیار دارد و تخت عظیمی دارن و زنها خب همشون تخت عظیمی دارن دیگه، تا خدمات میدن، چای میدن، شام درست میکنن، نهار درست میکنن و پادشاه خانن و 5 تا مهمان ببریز بشون و میگه تخت عظیمی هم داره، حکمرانیش قویه. حالا تخت فیزیکی هم مثلا داره و یه عرش عظیمی داره و خدا عرش عظیمی کلا درست کرده که اینجا به کسی میخواد ببخشه. میگه برای قومش را دیدم که به غیر خدا خورشید سجده میکنن و شیاطین اعمالش در نظرش جلوه داده و آنها رو از راه باه داشتیم و از این رو هدایت نمیشود. خب اینا چیزایی بده که خودش برداشت میشه و حرف زده با پرنداشتی که من نه آدم هستن که این کار میکنن و کلا اسطوره‌ای دیگه میتونیم ما باش طبق همونجوری که خدا میگه با همین لغت‌ها با همین مواردی که خودش میگه میتونه از عناصرش استفاده بکنه، حتی عناصر طبیعیش که خودش خلق کرده و توی کارامون استفاده بکنیم توی چیزایی که میخوام. یه نمونه خدا اسطوره‌ای گفته که یه اسطوره جهانی کامله و اسطوره تقریبا چیه توهمی و اما بازم خدا از محدود خلقتش که نمیتونه خارج بشه، نمیتونه سیمرغ میگم داشته باشه تو اینجا. خدا چیزی که خلق کرده رو میتونه استفاده کنه و عالم غیبو، چیزی که غیبه و دیده نمیشن و در حضور نیستن یا از توهمات انسانن که آفریده توی دورهای قبل و مثلا باید پاکش کنه و یه شاخه هم نگه داره واسه آیندگان که بدونن قبل به چه جوری فکر میکردن، چی فکر میکردن و یا اینکه در قالب علومی بریم دنبالش ببینیم چی هست، چیزی که با ویژگی‌هایی که خدا میگه که اونا رو من به صورت فیزیکی کلا همش رو حل میکنه. خب میگه چرا برای خداوند سجده میکنن که آنچه آسمان و زمین پنهان است میسازد و آنچه را پنهان می‌دارد آشکار میکنه میدن. این جمله واسه هدهد نیست، این جمله واسه خود خداست و هر کسی که به این شکل حرف بزنه این حرف خود خداست که داره انتقال میده به کسی و ساختار سخن خدا توی این کتاب مقدس توی قرآن با کتاب مقدس کامل فرق میکنه و این کتاب خب الهیه. میگه خداوندی که معبودی نیست و پروردگار عرش عظیم است. گفت با تحقیق میکنیم ببینیم راست گفتی از دروغگویان هستی. بله و اتفاقا خیلی درست نگفته بوده و وقتی من یکی سوال رو میبینتش میگه نه با من اسلام داشتم، من مسلمان من واسه چی نامه دادی من ادب مثلا بیادب بودی که من اجازه ندم نامه بدی واسم
و دعوتم کنیم بیام به ایمان بیارم. من داستان نمیگم، میرم سراغ داستان اسبا، چون من اینو دیگه میخوام تعریف کنم طبق عاشقانه اون سلیمان تعریف میکنم و این جریانش رو کلا خواستگاری میکنم. جریان خواستگاری سلیمان از ملکه سبا، همین تمام. توی دهاتی که دو تا باغ داشته کلا، یه باغش اتفاقا واسه خانم بود و کارگراش و ختم حشمش. و اما وقتی کسی که محافظ حرس باشه، خدا آب و هوا واسش درست تو کل دنیا ملکش میشه، ملک کل دنیا و خودش هر جای باشه کار میکنه به این شکل. حالا بریم ببینیم چرا پادشاه فرضش میکنم. میگن نمیشه من بقیه‌شو بگم. اینجا من فکر کنم سر این گیرم میگه که گفت پادشاهان هنگامی که وارد منطقه آبادی میشن آن را فساد تباهی بکشن و عزیزان آنجا ذلیل میکنند. آری کار آنان همین گونه است. خب اینو ملکه سبا میگه، احتمالاً واسه این میگی. خب حالا ببینیم پس جریان چی بوده؟ چرا اینجا به پادشاه میاد؟ قرار پادشاهی نبودی؟ بعد وقت اسبا خدا رو جمع میکنیم مسائل داستان پس اینجا نگه میداریم تا بریم سراغ سوره صاد و تذکرات سلیمان رو ببینیم و بعد برگردیم و ادامه بدیم. پس خدا میگه آهن رو برای اون نرم کردیم. واسه چی؟ واسه اینکه باز زره تامین کنه واسه ما. گفتیم به زره های فراخ بساز و حلقه ها رو به اندازه و متناسب کن و عمل صالح به جا آوری که من با آن انجام میدهید بینا هستم. داود از جریان خارج میشه و میایم سراغ سلیمان. میگه و برای سلیمان باد را مسخر ساختیم که صبحگاهان مسیر 1 ماه را میپیمود و عصرگاهان مسیر 1 ماه را و چشمه مس را برای او روان میساختیم. من عین القط رو همه عین القط میگم یا عین القط میگم و این اسم رو باید ما عوض کنیم و روی عناصری که اکتشاف شده و کشف شده و توی سالهای اخیر میدونن که دیگه چیه و چقدر تاثیر داره تو کار سلیمان رو اون عناصر بذاریم یا رو نمادها بذاریم. میگه و گروهی از جن پیش روی او به اذن پروردگارش کار میکردن و هر کدام از آنها که از فرمان ما سرپیچی میکرد او را عذاب آتش سوزان میکشاندیم. این گروه پیش روی او کار میکردن. پیش روی یعنی قبل از او، از قبل از او بین یدیهم بودن، یعملوا بین یدیهم به اذن ربهی، به اذن خدا قبل اینکه او باشه کار میکردن و یعنی که توی تاریخ کار میکردن، توی تاریخ الهی و توی کره زمین کار میکرد و هر کام کرد از آنها که از فرمان ما سرپیچی میکرد او را عذاب آتش سوزان میکشاند. خدا گفت میدونم این واسه جن آب بش بدی عذاب، اما به هر حال دوست داریم چیزی که درست کرده و دوست دارید عذاب نگرشون دارید که شاید بپرسن که چرا اینا باید همیشه تو آتیش باشن، چرا و این چه جور بنده یا بنده دیگه میگن مخلوق که نمیگن خود مخلوقه که میگن بندت یه چیزایی میگه هرچند که با من ربط نداره. ما این جن واسه اینکه فرهنگ عربستان عوض کنی بیشتر منظور داریم که حالا خیلی راستشون دلسوزی نکنیم. کلا خدا خوشش نمیاد، اینا اصلا خوشش نمیاد. خودش درست کرده بود، داستاناشو درست کرده بود، اما از 1400 سال پیش دیگه توقع داره که ما مسیر دیگه بگیم و اینا رو واسه هم هیچ علامت سوالی تو ذهنتون شکر خدا نمیاد. هر جور خداتون باشه قبول دارید، فقط حال بده بهتون. مثلا مخلوق حقیقی داشته باشه و دائم زیر عذابش بگیره و نگه چرا. مخلوقی که نه تعقل میخواد، نه تفکر میخواد، نه علم اسما میخواد، نه همینجوری بم به ایسیبش میخوره. آنها هرچه سلیمان میخواست برایش درست میکردند. معبدها، تمثالها، ظروف بزرگ غذا، همانند حوضها و دیگهای ثابت و گفتیم این آل داوود شکر به جا آورید ولی عده کمی از بندگان من شکر گزارند. بله خدا این داستان هم اینجا قطعش میکنیم که ببینیم که اونجا جریان چیه و باز دوباره تو انتهای کار برمیگردیم سراغ سبا. میگه کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادن همچون مفسدان در زمین قرار میدهیم؟ نه به خدا. یا پرهیزکارا رو همچون فاجران؟ نه. تاجر و کشاورز هر کسی شبیه خودش نشون میده. میدونم منظور با کسایی که سلیمان حقیقی رو میگن پادشاه خیلی عجیب غریبی میگن در صورتی که هیچ ربطی به پادشاه نداره. واسه داستانا و فیلماتون اینا میتونین کارو بکنین. واسه مواردی که قراره که قرآن علوم رو در بیاره علومش رو باید در بیاریم، بعد از اسطوره‌هاشون واسه خودمون استفاده کنیم، واسه شخصیت سازی که خدا مثال بزنیم که به این شکل میتونین مثلا اسطوره سازی بکنین با عناصر طبیعی. اینا من دو تا بالاتر میخونم اینو و یکی هم پایین‌تر که ببینم ایوب بعد باشه بیشتر جاش چون تو همون زوریه. میگه این کتابی است پربرکت که براتون نازل کردیم، آیا در آیات آن تدبر کنند؟
و خردمندان متذکر شد. خیلی کم من تدبر میکنم، سعی میکنم که خیلی توی این داستان تدبر و تدبیرم بکنم که اگه بتونم خرافه هاشو بردارم و شالوده شخصیت حقوقی که به خودت مرتبط میشه و شخصیت خودت رو نشون بدم، شخصیتی که القا میکنی به انسان ها. میگه با سلیمان را به داوود بخشیدیم، چه بنده خوبی، زیرا همواره به سوی خدا بازگشت میکرد. بله، ادامه کار داوود بعد سلیمان انجام میده و داوود چون یه قضاوت با گوسفند داره، هرچند که خیلی قضاوت داوود ربطی نداشته و خیلی هم نماز و محراب همه چی رو ول میکنه، عشق چی بوده؟ عشق قضاوت بوده. اما اگه فکر کنید سلیمان بچه‌ش بوده، نه بوده، این اصلا زمان مکانم با هم متفاوتن و ذریه الهی فرق میکنن. پیغمبر ما پدر همشونه، آل همشونه. میگه سلیمان را به داوود بخشیدیم که کارش ادامه بده. داوود تو محدوده دشتای انسانی کار میکرده. جفتشون به الاقصار یا به حرس مربوط بودن، اما یه قسمتی رو که مربوط به حرس یا کشتار انسانی میشه رو سلیمان انجام میده، کشتار خود خدا رو سلیمان انجام میده. منظور کشتار خود خدا اکوسیستمای پوشش گیاهی با مخلوقاتی که داره. آواز نمیخونه، با خطوط پیغام واسش میاره، پیامبرش و همین چیزی که هم تو طبیعت هست و حدود الان اومده تو مهندسی اکوسیستم. خیلی هم به صورت عجیبی رشد کرده و گفتم دارن بودجه‌های استراتژیکی سری کشور روش میذارن، اما نسبت به اسب و مورچه و موریانه هنوز اونجوری نشده که من بخوام بگم که اگه نباشه مثلا ما منقرض میشیم و کلا طبیعت میخوابه. اون دوتا حشراتش چرخ کربن در اختیارشونه. کربن یعنی که هر چی که خدا میسازه، مواد عالی از چوب و درخت و علف و بوته، که اینا همه مسئولن که هم اکسیژن ما رو تامین کنن و دو سوم البته بر آبه، پایه اش به آب، البته دو سوم اکسیژن رو تو آب تامین میکنن، حتی غذا رو، و یه قسمتی هم که غذا تهیه جدا از انرژی، با انرژی میتونیم از گیاها بگیریم و یه مقداری هم میتونیم مواد بگیریم و بعد ترکیبشون کنیم، میتونیم حتی اسیدامینامون هم بگیریم. اما خب به هر حال باید پروتئین مصرف کنیم، یعنی باید چرخه اولش به چرندگان بخوری که چرندگان مثل اسبسانا واسه حومه اطراف چون آب پیدا میکنن خیلی خوبن. و الان تو 2021 مقاله‌تون نشون میدم که چجوری در همه دنیا کار میکنه. ما خب توی این علوم نیستیم. تقریبا تمام آسیا دارن چند هزار ساله اسباشون رو منقرض کرده بودن، دارن کار ژنتیکی بزرگ انجام میدن که اسبا رو برگردن. حالا در مورد اسب همینجا بهتون میگم که چه خطایی میتونه سلول انجام بده. توجه کنید که مسخراتی که خدا میگه واسش کرده بوده، ما آسمان و زمین و ما و خورشید و هر چی ما بینام هست رو واسه بعد دور پیغمبر به بعد تسخیر کرده. مثلا سلیمان همین تسخیرات ما رو نداره و مثلا کشتی‌ها دریا آسمان کامل تسخیر شده بوده و الان هم بهش رسیدیم دیگه. یعنی تو 1400 سال انقلابی که خدا شروع میکنه بهش رسیدیم. ما میگه به خاطر بیار هنگامی که اسبگاهان اسبان تندرو رو برای عرضه داشتن یا برای عرضه شد و گفت من این اسبان را به خاطر پروردگارم دوست دارم. به این میگن علم شهود. اگه بعضی نمیدونن چیه قاطی کردن، بعضی علوم تجربی رو کلا با معنوی قاطی میکنن، حتی علوم اصلی هم نمیدونن. وقتی که یه بتونی شاهد بشی به مخلوق خدا و قشنگ درکش کنی و قشنگ توش فکر کنی، فرضاً یه اسب زیبا کامل بری توش و همینجوری که داری زیباییش میبینی و هر چی بخوای تحسین کنی، کم کم فکر کنی که مثلا خدا را اینجوری میدیده، اینقدر زیبا میدیده، اینقدر نجیب میدیده و اینقدر بزرگه و بس بشی به خدا دیگه، از ناحیه اون اسب یا از ناحیه مورچه یا از هر چیزی که می‌بینی. سلیمان علمم داشت، در مورد اسب زیاده روی نباید می‌کرد، چون خدا میگه که اون حافظ حرس به حافظ دشتاری من به حافظ پوشگیایی بوده، استپای گیاهی یا استپایی که با درختچه هست و جنگلان نه، چون باید تو ناحیه باشه که حدود بتونه زندگی کنه و خورشید پرست هم باشن، چی میگن، خورشید دار باشن. او تو از دیدگاهش پنهان شد. خب پس این اسب سواری نیست، نه جنگی نه سواری. اصلا جنگی به چی نیازش میاد؟ خدا باید خیلی به اون شاهدین حساس باشیم و خدا شاهدین یعنی قسم میخوره.
قسم میخوره که اینا حکم به هرس. کسی که علم داره مدیریت هرس میکنه و فرضاً میدونه که مورچه به دردش میخوره و تو دشتش باید باشه و با دیدنش میخنده و شاد میشه و پرندش اگه هدهد نباشه نگران میشه که علفزارش دچار مشکل شده یا دشت نیست که خود نمیتونه همین دشت رو کشی کنه. هدهد خب مطمئنش میکنه یا دشتش داره علفاش از دست میده که دیگه هدهد نیست، سریع هدهد منقرض میشه اگه ما بخوایم محیط زیستش رو خراب کنیم. نه مهاجرت میکنن هرچی میکنن. تو وقتی که ازشون نکنیم، حالا حضوری هم داریم که شاید مهاجر باشن، توی مهد کوچیکی در 7-8 کیلومتر مثلا فعالیت میکنن و کلا آفت رو برمیدارن هر روز زمین و نشانه سلامت دشتن. دشت نه دشتی که خالی باشه، دشتی که هرس داشته باشه یا گیاه داشته باشه یا پوشش گیاهیش تکمیل باشه. میگه تا از دیدگاهش پنهان شدن، بار دیگر آنها نزد من بازگردانید. و به این چیزی رو میگه گفته بار دیگر آنها نزد من بازگردانید و دست به ساق‌ها و گردن‌های آنها کشید. میگه آنها نوازش کرد و دعا کرد خدا اینا دوباره به من برگردن و کم میده شد. خب دوباره بازگردانید. آقای سلیمان خان شما هم که تقریبا مثل خود داوود کردی، قرار بود که تو مراقب هرس باشه. اگه یکم به بد مدیریت کنی و اسباب بخوام بیش از حد زیاد بشن، بعد خدا بزنشون به تختی، چاره‌ای نداره. چی باعث میشه نمیدونم. میگه ما سلیمان را آزمودیم، بر تخت او جسد افکندیم، سپس او به درگاه خداوند توبه کرد. جفتشون هم داوود هم سلیمان برگشت کننده‌های خوبی. میگه گفت پروردگار مرا ببخش و حکومتی من عطا کن که بعد از من سزاوار هیچ کس نباشد که تو بسیار بخشنده‌ای. اینو من قبل نمل نخوندم تا اینجا. وقتی اینو میخواد، بعد توی نمل دیگه خدا تمام کائنات در اختیارش میذاره و میگه واسه تو که میخوای یه حکومتی بهت بدم که دیگه کسی دیگه اذیت نشه و ریشه میخوای، پایه میخوای، بوته اگر میخوای یه چیزی بدونم که فقط واسه خودت و یه نفر بیشتر نمیخواد. چرخه رزق و روزی یا چرخه فروتنده رو دست سلیمان که هرس کل دنیا و بعد آب و هوای کل دنیا تنظیم باشه. از این نگران نباشید. بادی که یک ماه قرار بره خدا مثلا در عرض یه روز یه عصر ببرتش. کره زمین در نظر بگیرید، فکر کنید یه باد بخواد بچرخه، مثلا بره اینجا 2/3 کره بچرخه تا بره از شرق بره غرب کره. خدا اگه این ور حرکتش بده، سریع میرسه به سلیمان، تمام میشه. هرچند که سلیمان تو هیچ جای از این من ندیدم که دستوری به کسی بده، فقط کار میکرد و منتظر بود خدا القا کنه. اگه خدا می‌خواست شخصش رو نگه داره و ببینه چقدر واقعا تا آخر عمرش بدونه که خدا بهش به صورت علنی چیزی بگه، برای خدا کار میکرده و شکی نداشت که و اصرار نداشت که خدا خودش بهش نشون بده، دعا میکرد. بله، یکی که تصویرات استفاده کنید که دعا کنه، خدا درخواست کنه که خودش از حداقل تسکیات بزرگ خدا قبول نکنه، نری انگولک کنی، قبول نکنی. اگه نمیگم خدا واسه ما آسمان ها و زمین و کلا واسه انسان بعدی ما و خورشید اینا هم تسخیر میکنه. اینجا اگه مسئله میخواید بگید که به صورت حقیقی باشه، داستان میخواید هر مدلی بسازید، با اقسام بسازید. اما اگه میخواید به صورت حقیقی بگید که با اون شهادت خدا جور در بیاد که میگه سلیمان علم داشته به هرس، خب مگه قرار بوده که کی باشین؟ هر بنده ایشی میتونه باشه. قرار نیست که او پیغمبرشو مستقیم مشخص کنه. الان شما توی یه سایتی نمیدونم از چیه گفته که نمیدونم قبر حضرت آدم فلان جا بوده، کندن آوردن اینا گذاشتن قبر حضرت علی. جان خودتون ول کنید قبر پیغمبر، یعنی تو حضرت آدم میخواد برید. خب من ندیدید خدا پیغمبر آخری رو نه خودش نه دخترش واسش قبر نذاشته؟ چرا همش دنبال قبر پیغمبران؟ زشته اینا. یعنی پیغمبر تو خاک هم نباید راحت باشه. خب این چیه که مثلا سایت شیعه می‌نویسه؟ این شیعه است مثلا اینا. حالا خدا یه خطا میگن کرده، همین یه خطا خیلی زیاده. این چه مطلبی مثلا که قبر پیغمبر رو بکنی بیاری به ذکر حضرت علی؟ شاید قبر زنش باشه، زن بچهش باشه، قبر دخترش باشه. خب تا قیامت دنبال قبر فاطمه بگردید، 1400 سال پیش مرده بوده. خدا پیغمبرش محافظتشون میکنه، میگه قومشون کجاست، کجا کار میکنن، چی بودن که کی بودن. خدایی بلده که خدایی میکنه. اینو هم دستانش هم یه دیگه که میان اینجور کار میکنن. یعنی تو این عصر باز دارید دنبال قبر پیغمبر رو میگین که بکنید. خب درست نیست اینا، به خدا که درست نیست. زن بچه داشتن و پیغمبر خودمون رو ببینید که بعد یکم میفهمید که چرا نباید دنبال قبر پیغمبر رو بگردید و جا هر کسی هم کرده غلط کرده و یکم شعور خرج بدید. منتی که به خدا ندارید که مسلمان شدید، که خدا به قول خودش باید منت بذارید. آیه است
میگه به من منت میذارید که مسلمان شدید؟ چی به محمد میگه به تو منت میذارن که مسلمان شد؟ من باید بهشون منت بذارم که منت به خدا میذارید که مثلا مسلمان شدید و هر کاری دلتون خواست بکنید. خب خدا صبر زیاده که من 2 ماه قبل اینکه بره داستان واسش فرستادم و به الهاماتی که خدا داشتم خب دفتر رهبری رو هم ندادن. اگه نه من که نمیخواستم برم پیشش که گفتمش اینا رو فقط سراش ببین من شخصا جدید دارم تو قرآن و خدا دیگه دروازه‌اش واسم باز کرد. انقدر به من نشون داده که مطمئن باشم دارم چی کار میکنم. توی مقالاتی که من خوندم خیلی باید هزینه بشه که چون اسباب رو خیلی وقت منقرض کردیم که با توجه به محیط خودمون بتونیم با نژاد مناسب ما اسب سامان بریزیم که اسبای کوچیک هستن، گورخر هست و همشون تو قرآن اسمشون هست، الاغ هست و الاغای وحشی هم هستن که و اسب خود اسب هم هست که میتونیم ما بریزیم. اما چون نژادشون خیلی بعد که سخت بتونیم پیدا کنیم که نژادشون خیلی وقت منقرضشون کردن وحشی ها و نیمه وحشی ها یا اسبای دامپروری توی اسب سلیمان دامپروری هم میتونیم مثلا اسبایی که آزادترن و همیشه نمیتونستی ببینیشون چون سلیمان نوازشون میکرده. چیزی که من توی روستایی‌ها دیدم و چیزی هم که حالا نمیخوام برام تداخل بدم تقاطع بدم، چیزی که توی مقالات خوندم که بدترین کاری که میتونه زیست محیطی‌ها بکنن مثلا کسایی که زیست محیطی نیستن همینجوری اسب میزنن مثلا مقاصد فرهنگی. توی مثلا آمریکا خیلی کار میکنن مثلا تداخل درست کردن، یعنی هم فرهنگی میزنن هم زیست محیطی و خارج میشه از محدود نمیتونه چرندزا رو حالا رشد که میده اما به هر حال مشکل ایجاد میکنه چرندگیشون. چرندهای مکروه گوشت خیلی کم یه معدن و فایده‌های خیلی زیادی دارن و این محدودشون همشو پوششگاهیشو تکثیر میکنن تامین میکنن. اونجا گفته بود که دخالت کردن توی جفتگیری اسبا مزاحمت ایجاد میکنه و گرفتاری درست میکنه. احتمالاً به انسان نمیتونه تشخیص بده کدومشون نژاد قوی تری دارن، بعد بذار جفتگیری رو خودشون میکنه. چون سلیمان باش برمیرفت و نگهش میشه احتمالاً با دست بوده و مثلا دخالت میکرده که بخواد جفتگیری رو خودش تنظیم کنه با اسبای خاصی که اینو توی مقالات من خوندم این کار سمه. بعد بذاریم خودشون جفتگیری بکنن و نژاد اصلی رو انتقال بدن چون ما نژادشون خیلی وقت به هم ریختیم و نمیتونیم واقعا بفهمیم که کدامشون نژادشون قوی تره و جفتگیری خوب انجام بشه. اگه این کارو میکرده بله، اگه دخالت میکرده یه حالتش اینه دیگه بی نهایت حالت میتونید بگید که چرا به هر جوری میخواد واسش گناه بگید در مورد چی میگم گناه اشتباه بگید که در مورد اینکه مثلا نگهبان حرس بوده. خب تا اینجا امکاناتشو نداده به خدا وقتی هم دعا نکرده بوده و تا اینجا احتمالاً جدا بوده. پس اگه قرار باشه که یه اشتباه بکنه طبق مطالعات جدید اینه که و بخواد هرس رو نتونه کنترل بکنه که بیاد دخالت بکنه تو جفتگیری اسبا، در صورتی که خدا تو تسخیر اولیه‌ای گفته پرنده و انس و جن رو بهش گفته، در مورد اسب نگفته، در مورد حیوانات. اینجا خب خدا میندازه جنینو و اون اسب رو میندازه و یه جسد به تختش میزنه. کلا هر چی بخواد جسد به تخت سلیمان بزنه خدا با جسد اسب باید بزنه که اسبا زیاد نشه و طبیعی بیرون نرن. به صورت عمومی و طبیعی ما خیلی دخالت نکنیم بیرون نمیره و تعادلش خودش حفظ میکنه. بله میگه خدا اینجا خودش میفهمه خدا رو به من یه حکومت دشتی تو بده به من دیگه، کلا زمین رو بده به من هر جایی باشم کار میکنم و بلدم که مثلا باید چی رو بسنجم چجوری ببینم که چی به چی باید موشها باشن تمیز باشن و واسه چند کربان بعد که تو قسمتی که مثلا انسان سرپرستی نمیکنه موریانه اگر علمی نباشه به هر حال تو نمادهاش هست موریانه باید باشه و اسب و حیوانات چرنده مثل الان ما بهترین دشتی که داریم دست شاروده تو پارکامون چون توش گورخر داره و تمام کشورها دارن سرمایه‌گذاری میکنن میریزن. پس ما باد و مسخر رو ساختیم و فرمانش به رهنه حرکت کند و هر جا میخواهد برود. باد تو قرآن ریاحین اسمش که خیلی لطیف اسم، ما بندگان اسمیم، به اسم توجه کنیم و بشارت باران میده و هر موقع خدا بخواد به صورت محدودی جهت اینکه شنریزه و سوزان باشه یا شنریزه حرکت بده میتونه جهت عذاب استفاده کنه. به صورت طبیعی این اتفاق افتاده، نه اینکه خدا برنامه‌ریزی کنه. خود علم به این شکل پیش میره، خدا ما عالمه. و گروه دیگر رو قرآن زنجیر قرار دادیم در مورد شیاطین میگه باد مسخر کردیم و شیاطین رو مسخر رو کردیم. مسخر رو نیست، خودش هم میگه مسخر کردیم براش و همینجوری که آسمان زمین مسخر کردیم. هر کسی که قدم خوبی برداره آسمان زمین داره به خاطر او کار میکنه. هر بنده و قواسی از آنها رو از شیاطین یا پریان که بهشون میگن شیاطین پرین و از شیاطین از جنس آتیشن، جنیان شیاطین از جنس آتیشن با شیطان بزرگ فرق میکنن با ابلیس، اون نماد کلا. و گروه دیگری رو در قرآن زنجیر قرار دادیم
بعد برن تو قل زنجیر باید برن، در صورتی که تو دوره سلیمان مردم اینا رو باور داشتن. الان دیگه باید فقط تو قل زنجیر باشن. میگین بهش گفتیم که این عطای ماست و هر کسی میخوای ببخش، از هر کسی میخوای امساک کن، بحثا براتون. ببینید وقتی که ملک دنیا، وقتی که دارم هرس حرف میزنم، باید که آب و هوا کل دنیا و کل ملکی که دنیا داره، زمین نمیگم فقط زمین، کل ملک زمین دنیا این زمین کوچولو، همین زمین خودمون، بعد که زمین آب و هواش تنظیمش باشه و کل زمین واسش خوب کار کنه که اون منطقه اونم خوب بشه. نمیتونه فقط واسه منطقه او کار کنه، خدا واسه همین ملک خدا همش متعلق بشه. یا تشخیصات یه جای دیگه هم بزنه منفعتشو میگیره و یه جای دیگه هم یه توده هوایی شروع کنه حرکت کردن. تو آب و هوا دیدید دیگه، یه توده هوایی شروع میکنه از شرق تا غرب همه جا میره و کل اون مسیر به میل سلیمان تمام میشه. اما با دعایی که میکرده خدا نمیدونستی که مثلا خدا در کل دنیا ازش کار میکنه، اما خدا همه رو به نامش میکنه چون این بنده خالصی میده. و حالا اون قسمتی که میخواد پادشاه بگید هر کی میخواد بگه من دارم میگم تجربی بررسی میکنم علم خدا رو. میگه ببخش از هر کسی میخواد امساک کن. پس جنده اینجا به سلیمان بخشیده بودن همون موقع، با خود چی میخواد نگرشون داره، میخواد استفادهشون کنه، میخواد ازشون دور، میخواد اذیتشون، هر کاری میخواد بکنه. سلیمان بدبختی خب پیغمبر بوده و نبی بوده و مثل همه نبی‌ها هیچ موقع نبا اینا حرف بزنن میبینتشون. ما داریم میخونیم اینو، همیشه یادتون باشه اینا واسه ما. سلیمان که مرده و یکی هم نبوده، و خیلی هم میانن انقدر سلیمان پیرو داره که توی اکوسیستم من جدیدن میگم صرفش 10 سال اخیر آنچنان انجمن‌های بزرگی زدن و آنچنان پیروایی داره که خودتون تو تلویزیون بعضی وقتا تو مستندات میبینید که چقدر دارن زحمت بکشن، بعضی وقتا هیچ هم ندارن و برای نزد ما مقام ارجمند و سرانجامی نیکوست. و باز برسیم به ایوب که ایوب هم ادامه ذریه سلیمانه، ذریه ابراهیم و بعدش نوح و اینجا که بعد اینو اگه خوب انجام بده بعد تازه ما میتونیم به نوح برسیم. ما سلیمان نشناسیم حلقه نوح تکمیل نمیشه. از خود روستاها که حرکت کنیم یا شهرها و مدینه ها که خدا پیغمبرش میگه حتی همیشه توی روستاهای کوچیک می آوردن جهت اتمام حجت فقط، که بعد داوود و سلیمان و نوح شکل بگیرن با هم توی حلقه و توی چرخه که ما خب سلیمان نتونستیم تا حل کنیم، نوح هم واسه پیغمبرش دیده نمیشه و میایم کلی از پرنده و اینا رو منقرض میکنیم و کلی از حیواناتمون رو و پیغمبر نوح به هیچ عنوان رسالت نوح به ما نمیرسه، رسالت حتمیش. خب من بقیه داستان نمیگم، خیلی زمان میگذره. توی فقط اینجا میام اسب سالان رو بهتون میگم، بعد میریم اداره نمل رو بخونیم که فقط در مورد پادشاهی حرف بزنم، یا داشته باشید فقط که اگه خسته شدید ببینید به این شکل. الان یه وبسایتی که بازگردان اسب‌ها در اروپا توضیحات میده که اسب‌ها رو دیگه شروع می‌کنن برگردوندن و آزادی عمل بیشتری میدن که اسب‌ها آزاد باشن و این حالت سلیمان پیش بیاد. شاید پیغمبر سلیمان تا اجرا نشده و الان قراره که ما پیامش رو بگیریم. پیاما داده شده تا قیامت باید کم کم پیاما رو کشف کنیم. و خیلی جالبه که واسه نوح هم میگه توحید. من پیغمبری میتونست توحید نباشه واسه چی؟ واسه همه مخلوق خودت که الگو باشه. شخصیت حقوقیشون مهمه، شخصیت حقیقیشون مهمه، شخصیت حقوقی که کل دنیا مهمه. و به این شکل هم الاغای وحشی هستن و هم اسبای وحشی. و اینا نقشه‌هایی که نقشه جهانی بیرمعیش هم هست که تقریبا کل آسیا دارن می‌ریزن، فقط به ما خبر ندادن دیگه. و ما این دنبالش نمی‌ریم. حالا اینا هم نقاشه‌ای که تولیداتش به چه شکل است. و بله گونه کلیدیه. یه جا پادشاه گفته من اینو بگم. خب رسیم اینجا که خنده ملایمی میکنه و تبسمی میزنه سلیمان در به مورچه و بعد سراغ پیامبرش رو ببینه که دستش درست یا نیست، سراغ قطود رو میگیره و بعد اینکه پیغام اصلیش رو گرفت فیلم توی پیغامایی که به درد اسطوره سازیش میخوره و بعد اینجا میگه پس قطود خیلی مهمه، اگه نبینیش تو دشت دیگه کار تا دست دادی. خب این حوض داره به هر حال سرکردش پیدا میشه، میگه چندان درنگ نکرد و گفت من به چیزی آگاهی یافتم که تو برای آن آگاهی نیافتی. من از سرزمین سبا یک خبر قطعی برای تو آوردم. من زنی را دیدم که بر آنان حکومت میکند و همه چیز در اختیار دارد و تخت عظیمی هم دارد. او اقوامش را دیدم که برای غیر خدا سجده میکنند و شیطان اعمالشان در نظرشان جلوه داده و آنها را از راه بازداشته و از این رو هدایت نمیشوند.
سلیمان شاید که مثلا وقتش با این خانم زیاد داشته و اینم میتونه واسه اینکه بعضی که میگن نمیدونم پسرش به جسدش خورده اینا، بله اونم میتونه باشه از اسطوره‌ای که واسه کتاب قبلی گفته، باید ببینیم و ببینیم آیاتی که میخوره رو برداریم. میتونه اینم باشه که توی چیزی که خدا شهادت داده اینجا نباید خیلی وقت صرف میکرده واسه خانم سلیمان. هرچند که اینو من دیگه میخوام عاشقانه بگم و در ایمان آوردن به خدا نیست. بعد این خانم به سلیمان که اصلا منتظرش بوده، بچه یه محل بودن دیگه، هوتوت نامه‌نگاری میکردن. خدا من میدونم چی دیگه هوتوت چجوری میشه باشه نامه‌نگاری، ما خودمون بچه داشتیم و با کلاغ هم میشه نامه‌نگاری کنیم، دل به یکی کی بره. حالا هوتوت کدام پیام خورشید میره همیشه عجب بشه. اینم که حرف خداست و میگه خداوندی که معبود جدود نیست و پروردگار عرش عظیم است. میگه سلیمان گفت ما تحقیق میکنیم ببینیم راست گفت یا دروغگویان هستی. پس اینکه اون حرفا مثلیه و درست نیست و هوتوت که حرف نمیزنه که وایسی به دریافت بسن حرفی دریافت میکنه اینو ببینه درست یا نه. میگه نامه رو ببر و بر آنان بیفکن، سپس برگرد ببین آنها چه عکس عملی نشان میدن. ملکه سبا گفت ای اشراف، نامه پرارزشی به سوی من افکنده است، اینو تو ذهنتون داشته باشید تا وقتی میرسیم پادشاه من بیشتر کتابون کریم یا ایو الملأ. میگه بزرگان دوستان من، چه میدونم اشراف من، نامه خیلی پرارزشی من رسید. حالا یا میذاشه توی لانه هوتوت میرفته برمیشه. به حال این ملکه کلا شک انگیز واسه من که تو دنیا ما تو قرآن خواستگاری نداریم، من باید اگرش گیر بیارم. بعد در مواسم داستان تعریف میکنم، مثلا من تو باش مسئولین بحثام کردم بعد اینکه این چیزای علم جدید اومده تو چند سال اخیر، مخصوصا تو دهه‌های اخیر ارتباطات علوم پخش شده، بعد تمام روایت سازیایی که علمیاً عوض بشن در مورد قرآن. و من اینجاشو بخوام عاشقانه میگم عاشقانه میگم و توصیه من این است که نسبت به من برتری جویی نکنید، به سوی من آیید در حالی که تسلیم حق هستید. بله مسلمین یا تسلیم شدن، حالا بهتون بگم ما این تسلیم رو خراب نکنید وقتی نبیه و پیامبر و خدا نبوت بهش داده فرزند، وقتی که تسلیم میشه نه اینکه زور بگه، میگه به من برتری جویی نکنید، نخواهید چی بکنید، من پیغمبرم. و حالا ما که خوب نمیفهمیم که در عربی دقیقاً چی داره میگه. میگه به سمت من بیاین در حالی که تسلیم حق هستید. مسلم تسلیم حق نه، در حالی که تسلیم هم میشید. میگه اینو به من گفته. خانم میگه خیلی نام خوبی داده، نام خیلی پرارزش من داده. میگه بیا پیش من و پشیمان نمیشی. من نمیتونم خونت رو شروع پروغه و دعا میریختن اونجا گله و میان به چی میگم مزاحمت میشن و تو بلند شو بیا پیش من. راهی که نیست که خدا این منطقه هتل دیگه 8 کیلومتر 5 کیلومتر 10 کیلومتر توی دشت بوده، این طرفتر بوده و حالا که منتظر بوده، ملعب منتظر بوده که سلیمان حرکتی بکنه، یه کاری بکنه دیگه. ول نمیکنن در خونه پاشه خونش درشو کندن از جا، به چیزی بگه، یه چیزی بگه بلندش بره دیگه، بره ایمان بیاره. حالا من تصمیم شدم فقط اینو میگم، بچه‌تون رو صفر بچه متولد کردید صفر میچسبید که بهش واکسن بزنید. بچه همیشه توی فکرش میگه که مثلا چرا این من میچسبم، من آمپول میزنن، اینا فکر میکنه ما کلا اینو زایدینش که بهش به حال میکنیم که دائم بهش به آمپول بزنن. بعد که بزرگ میشه مسلم میشه و تسلیم میشه دیگه، میفهمه که نه این جریانی نبوده، ما متولدش نکردیم که دائم بزنیمش یا فلانش کنیم یا جاش کنیم یا اخمش کنیم اینا. و واسه تربیت خودش این کار میکنه. وقتی که این عمیقا بفهمه که مثلا برتری جویی نمیخواستیم بکنیم و بزرگی نمیخواستیم بکنیم و نمیخواستیم واسه اذیت واسه تفریح خودمون این کارا رو بکنیم، اونجا تسلیم میشه به والدینش و مسلمان میشه به اونا و اسلام میاره والدینش که نیازش بوده، باید که این کارو میکردن و به خیرش. این یعنی تسلیم شدن و معنی واژه اصل اسم. میگه ای اشراف، نظر خدا در این امر مهم به من بازگو کنید که من هیچ کار مهمی را بدون حضور شما انجام نمیدادم. خب اینجا پس مشخص میشه که به خیلی گوش به حرف بوده که این دوستش داشتن و بگن تمام کارام با شما انجام بدن. این یک کم که حالا خیلی ارتباطی با شما نداره، اینم نظرم اینه که با شما مشورت کنم، هرچند که بعد یه خانمی که میخواد بره پیش کسی تنها میخواد بره و بره ایمان بیاره، بهتره این که با بزرگترش حرف بزنه دیگه، با ملعش حداقل حرف بزنه. ملع بنده بزرگ خوب پیش بزرگی که علاقه دارم به خدمت کردن. میتونه امر مهم با من بگید، چون این مربوط به خود شخصی میشه و نام و کار شخصی. اصلا هوتوت پیامرسال شخصی پرنده رو خدا انتخاب کردن که نام شخصی بوده و بهش میگه برو به قومشون میامده باز به این و این دسته خانم میفته.
میگه گفتم ما دارن نیروی کافی قدرت جنگی فراوان هستیم ولی تصمیم نهایی با توست، ببین چی دستور میدهی. میگن با خودت دیگه، به ما ارتباطی نداره، ما همه جوری در خدمتیم و سرمون هم بره هر کاری بگی ما میکنیم. نه از مردن میترسیم، نه جنگیدن میترسیم، نه از اسیر شدن میترسیم، نه از مکافات و مجازات اینجور چیزا میترسیم و زورمون هم کم نیست. در 15 نفر حداقل هستیم. تو پیغمبر خدا من 40 سال دیدم مثلا دیدم که قومی یه روستایی یه پدر میمیره، مثلا روستا 3 خانوار هستن، یه پیغمبر میمیره 5 تا بچه دارن، همشون ادعای پیغمبری میکنن. بعد موجود چقدر دیگه 3 خانوار هستن 5 تا پیغمبر نمیشه دیگه، کلا همشون پیغمبر میشدن. تو هم که ولی باشه قبول بابا، من میدیدمتون قبول، هر کاری کردین من آفریدمتون، خودم قبول داشتم، همینجوری باید پیشرفت میکردیم. خب حالا اینجا میگه گفت پادشاه هنگامی که وارد منطقه آبادی شدند آن را به فساد و تباهی میکشند و عزیزان آنجا را ذلیل میکنند. آری کار آنان همین گونه است. پس اینو من دیدم اشتباه میکنن. میگه به اقوامش میگه اینجوری میگن که گفتیم پادشاه سلیمان اگه بیاد میزنه عزیزا رو داغام میکنه. من عزیز شما رو اولا که اینجوری نیست که اون میگه نامه خوبی دادن، نامه خوبی سلیمان من زده، منتظر چنین نامه‌ای بودم، همینجوری داره بره مثلا در کافر مسلمان خواستگار میارید مثلا، نه چیز دیگه، هی میخواد بزرگی کنید مال من و تریتون گرفتم مثلا نمیتونم تا آخر عمرم اینجا گوشه خونه بشینم. که اینجا هم کار نامه داده به من که مثلا میگه بیا پیش برتریجویی، من نمیخوام برتریجویی کنم، شما هم نکنید، من میخوام بفهمید که خیرتون میخوام و اینجا باز جنگو بزنیم و بکشیم و هنگار کنیم. بعد اینجوری میگه نامه خوبی داده، پادشاه که نیست که بخواد بیاد مثلا منو خارم کنه، مثلا من عزیز شما خارم بکنه و همینجا به فساد و تباهی بکشه و مثلا اول بکشه بعد بپرسه. پادشاه که نیست که. نبی و رسول خدا شما خوش شده میاد دام تو دشته و فکر میکنید که حرف مفت میزنه. واسه خدا داره این کارا رو میکنه و با واقع دشت خودتونه و خودتون استفاده میکنه از علف‌زار و محیط طبیعی مسائل. پادشاهی که نمیکنه که. حالا نامه‌ای داده من، یه کتاب الکریم به من داده، این نامه محترمانه من داده، چرا اینقدر بد اخلاقی میکنید؟ درخواست منو شبانه بدزده که. نامه داده مثل آدم خونه نمیاد، گفته نمیام خونه و خوشش نمیاد شما و حرفش نمیکنید و رسالت چی نمیکنید، دشتش رو همیشه به هم میزنید. دائم باید که دنبال باش ببینید که دشتش حال داره یا نداره و به فکر دشت خدا نیستید، فقط کشتار خودتون جمع میکنید، کشت خدا رو مثلا اهمیت نمیدید و دیگه کل همینا دیگه برید نویسنده مثلا بنویسید ما واسه داستان نویسید اصلیشو، بعدم دیگه هر جوری میخواد واسه پادشاهی دوست کنید دیگه. سلیمان کلا کارش همین بوده. میگه من هدیه گرانبهایی رو میفرستم تو برای فرستادن من چه خبر میآورن؟ خب هدیه بفرسته، خب قاطی میکنه. پیغمبر ما میاد قبول کنه زن خودش ملاک بوده، بخواد پول قبول کنه، پیغمبر خداست. من میدونم به خدیجه هم همین مثال بده، حرف پول میذاره پیغمبر شده، من پیغمبر چی داری میگی، مال تو نمیخوام. حالا خدیجه که اینجوری روی کاری نمیکرده، میگه انگار میگه فرستادن از سلیمان گفت میخواید من رو با مال کمک کنید. حالا صاحب این چه خداوند داده بهتر است. این حرفو ذوالقرنین هم میزنه وقتی بهش میگه کمک میخوام ازتون، بهش میگن پول بدید، میگه نه من چی، خدا با من هست، من پول دارم، پول نمیخوام، میخوام کمکم کنید با قدرت بدنیتون و خدا واسه من بهتره تا اینکه بخوام پول بگیرم. شما دقیقاً ذوالقرنین هم چین لفظ رو به کار میبره و مثلا پیغمبران ناراحت میشن که پول بهش میدن، مخصوصا پیغمبر ما که زن خودش ملکه بوده و ملاک بوده، ملک داشت. میگه بهتر است از آن چه به شما داده است، بلکه شما هستید که پدرهایتان خوشحال میشن. و خدا میدونیم که تو سوره نساء هم گفته خوب نیست زن به مرد هدیه بده و تو همین قرآن دیگه جای دیگه ای که نیست که تو هر موقع قوانین قرآن رو همه روایتاش باید حفظ کنن، نمیتونن قوانین قرآن رو بشکنن. یکیش همینه که هدیه باید مرد بده. میگه بسیار بازگرد با لشکر سلیمان میاریم که قدرت مقابل با ما نداشته باشن، اما از آن ذلت خالی با ذلت خالی بیرون میکنیم. که مسئولش میگه اینجوری میشه افعالش که تا بخواد اینا برن ما خودشون رفتن، اما چند نفر بدن نمیدن. خود سلیمان که خواهد میدی باد میدی، باران میدی، رعد و برق میدی و آتش فشان میدی، کلا بخوای لشکرشو بکشی دیوونه‌شون میکنی، آنچان سیلایی بهشون بدی که آخرش هم میدی. لشکر سلیمان قویه، جنود سلیمان مثل جنود فرعون که نیستن که
آبش به حرفش نکنه، موسی واسش ببره تو دامن خودش موسی رو بزرگش کنه. جنود سلیمان به حرفش میکنن، به حرفش نمیکنن، خدا باشون کار نداره، دعا میکنه، نمیخواد مثلا به تسخیرات خدا دست بزنه، به تسخیرات بزرگش دخالت کنه توی باد و باران و اینا، خدا بهش خوب میده. اما همین جنودو آنچنان تو سر فرعون میکوبه که بلند نشه یا قارون و نمرود، و واسه سلیمان جنود خوب بهش میده. جنود واسه خداست. وقتی انسان بخواد جنود خدا رو خیلی دخالت کنه، یعنی یه نفری فکر میکنه خیلی فکر میکنه لشکری داری اینجوریه. واسه فرعون که فکر میکنه همش دستشه، نه آیه فرعون خان، همون آبی که داره میاد تو باغت که فکر میکنه تو مالک نیلی، همون بچه واسط میاد تو دامنت بزرگ میکنه و بلند میشه روبرو پدرت، روبرو وای میسه که پدرش هم هستی و حکومت تو عوض میکنه. میگه گفت ای بزرگان، کدام یک از شما تخت او رو برای من میآورید و پیش از آن که به حال تصمیم نزد من آید؟ اینجا یه چیزی هست که خدا میگه واسه کسایی که میخواد تو حلشون بندازه که بعد توی سبا آبروشون رو میبره. میگه افریتی از جن گفت من اون رو نزد تو میآورم پیش از آن که از مجلست برخیزم، من نسبت بینم توانا و امینم. خدا که جنیان حرف بتونستم بزنین دفعه دومش بوده طلا گذاشتی باز اینجا مشتاق زدی عظیم واسه کسایی که جای دیگه میخورن. خدا میدونه که اینم مثل بقیه پیغمبرها اصلا نمیبینه، باش کاری هم نداره، سلام علیکش هم نمیکنه، دستش هم نمیزنه، تمسح هم بهش نمیزنه، اصلا وقتی چیزی وجود نداره خدا گفته نیست و نمیتونی ببینیش، نیست دیگه. پیغمبر که نمیره با جن حرف بزنه. کل شب قرآن رو زیر رو کردن، کل شخصیت های قرآن چه خوب چه بد با شیطان و جن ارتباطی ندارن. نه نمرود، نه طالوت، نه ثمود، نه فرعون، نه قارون، نه برادران یوسف، نه قوم سبا. هر کسی که هر کاری کرده مستقیم با خدا کار میکنه. مثلا میگه وارو دورمون کن، مثلا حسد میکنه برادر، مثلا فرعون عمرشو خوب جانشو تحویل نمیده به خدا، دایی میکرد میخواستی که جان در بره دست خدا. و این پیغمبر مثل هموناست. او که ندیده که اگه شما میبینید ببینید، اون نه دستور میده به باد و اینا، به باد برو اونجا یا به مثلا اینجا، و کارشو میکرده. گفته خدا بغل مورچه باید بزنی تبسمی میزنه و پیش موریانا ها میخوابیده و حتی اسامی داشتن موریانا ها تماشا میکنه به ساعت هایی که موریانا ها چرخه کربن رو تو طبیعت اگه ما نداریم و تمام چوبا اون توی رودخونه ها دورور دشت ها تجمع میکنن و موریانی نداریم دیگه، و اینا رو همه رو خدا دوباره نیاز داره برگردن به خاک و ما خاکیم دیگه، دوباره بهمون برگردیم و حیاتمون چی داشته باشه، گردش داشته باشه. سر چرخه دست سلیمان هست که قرار تمام رزق و روزی و این مسائل تو تمام کنه و یه پیغمبر بیشتر نمیخواد. مثل همون حیوانات که یه پیغمبر میخواد، نوح کافی، و واسه در مزارم همون داوود کافی که واسه گوسفندای اهلی کار میکنه، واسه چرندگان گوسفندای وحشی بیچوپان سلیمان قرار کار کنه با علم نرده. کسی که دانش از کتاب داشت گفت پس اونو اصلا نمیبینه دیگه. اینا دیگه چرا بحث میکنید؟ سلیمان کنون ندیده که شما گود کتاب میخورید مشتبه میخورید دیگه، قشنگ اشتباه میکنید، دوچه شبهه میشه، بس خدا شک میکنه. قراره که چیزی که از چارچوب کلی خلقت خدای خارج میشه و خدا تیکه انداخت و قاطی کنیم. اینو واسه کفار گفته، واسه کسایی که میان تحقیق کنن تو قرآن و بخواد شبهه بندازه ببینید که اینا مثلا ایشیان برن دنبال چرت و پرت. اما چی که نیست که سلیمان کورو نمیبینه که اگه واقعا پیغمبرها فرق میکنه، اصلا کلا این تذکرات رو نمیبینه سلیمان. نه سلیمان میبینه اونا اینو میدیدن، نه اینا میتونستن سلیمان رو ببینن، نه سلیمان میتونست ببینه. این خصت چونه؟ پس اصلا اون رو شما اورد کنید آیه رو، اصلا ارتباطی نداره. سلیمان میگه کسی میتونه تختش بیاره، یه آدمی بهش میگه میخوای چش به هم بزنی واسه بیارم، همین. من با هوش مصنوعی میپرسم، چون از مصنوعی میپرسم چون آدم بحث الکی میکنن، بهش میگم چش به هم زدن توی قرآن واحد زمانیه، میگه نه واحد زمانی نیست و توی ادبیات‌های فارسی و عرب و مصری هم یعنی که سریع من اینو انجام میدم، باشه فکر کردم نمیخواد، فکر خوبی مثلا انجام میده، هیچ این چیزی می و میاد داستان درست میکنه واسه خودتون. داستان 2000 سال پیش باجون اگه داستان میخواد دور کورسی باید بگید، نه توی نت، توی مثلا تو حالتایی که تا 500 سال درست بچگی من بود دیگه، نیست دیگه این حرفا. و خوش اومد که اینجور داستان گفتن. الان نه دیگه، وقت اینا نیست دیگه، کم تو خدا تازه دارید وارد میشید، تمامش کنید دیگه. اون مشتبه داد میزنه، اون مشتبه اگر قرآن خواب باشون چی بالا میگه سلیمان کنون نمیبینستش که ما میبینیم و میتونیم در موردش بحث کنیم. پیغمبر بود دیگه، خدا نکرده، خدا بهش نمیگفته خب پیغمبری، بعد وقت دارم کار میکنه، خدا همینجوریه دیگه، کار میکشه از پیغمبرها خوبش که تعقل که باد بد مگه سنباد یا مگه علی باباست که باد بدیسی از زمین بلند کنه بر جای دیگه با باد دستور بده؟
یه کدو میده، یه بوته کدو میده به یونس، هنوز داره سرش ملت میذاره. سر پیری بچه میده به پیغمبر، هنوز داره ملت میذاره. تازه بگین از جوانی این زن و شوهر واسه من کار میکرد، او خدا دیگه پیر شده بچه اینقدر واسه بچه ملت بذاری. اینجوری خدا قصدش کنه میده پیغمبراش. چی فکر کردید بخوای کاخ واسه خودتون بذارید و بگید حکومت ما هم حکومت داریم میکنیم و هی مثل سلیمان کاخ بسازید، برید تو رو خدا کوتاه بیاید دیگه، برید علف بازی کنید. گفت پیش از آنکه چشم همدانی میاد بله باید که تختش بیاد. هر خانومی قرار باشه که هر جایی پیش مردی بره پیغمبر غیر پیغمبر نداره، باید که اون تخت و عظمت چون ملکش واسش بیارن، وگرنه اون خانوم نباید بره، خانوم نامحرم واسه چی بره؟ و باید احترامش رو نگه داره، تختش باید باشه، همون تخت حکمرانیش باید باشه. حالا میگه که سری آورد و تو اتمام نجار بده بزنم بزنم یک مثلا شروع کنم اینجا بهش بگی بزن و شروع میکنم تخت رو میزنه. یه تخت درست میکنیم یک جوری باشه که ببین میفهمه اصلا این واسه درست کردیم. خب من دوست دارم داستان اینجوری باشه که ایراد نداره که یه خدا واسه چه بنده خلق میکنه من انجام میدم. اگه دوست داشته باشی، دوست داشته که نفرینم بریم کنه خدا که نجار بود مثلا دی اسطوره اساطیری بهش میگم الان درست بکنم من نجارم، مثلا خودم نجاری بلدم و دور درختم که کم نداریم که خدایی بخوام بزنیم قچی کنیم که کار نداره که میگه اسراف نکنید بیا تو چی کنیم من تخصصش همینجا بزنم. مثلا اگه تخت منظور تخت فیزیکی باشه، اگه من حرمت باشه و چی باشه که به هماشه کنم، باز یه مکانی واسش درست میکنم حالا جایی که میشسته و اون مثلا مخصوص او درست میکنن، شاهانه درست میکنن. اگه بخوام بگیم شاه مثلا بخوام اسطوره شاهانه ایش کنم، من که خدا شاه نبودم که من وضع مالیم نمیکشه که بخوام پادشاهی فکر کنم. نه با هم جالم عادی ما چی قبول داریم، درویشی قبول داریم، یه پتوی چیزی اینجا میندازه و بالشی میذاره و قشنگ تنظیمش میکنه قرار بیاد ایمان بیاره به سلیمان دیگه. اینجوری مفت نیست که دوبار قرار بیاد دوبار ایمان بیاره دفعه دوم بعد قبول کنیم. مثلا به جای درست میکنن زنانه میگه حالا این خوبه میشه که تغییرش بده ببینیم میفهمم اصلا درست کردیم اینجوریش یا مثلا تخت درست میکنه سری اینجوری درست میکنه میگه همه الان حاضر میخوام تختش بشه بعد تخت خودشو بیاره. احمق مگه مهمان داره میاد، خب باید که یه مکان واسش درست کنی و تختی داشته باشی. حالا خدای اسطوره ایش کنی خب آره بگی برو بیار، اما در اصل پیغمبری اینه خدای مدل داستانی اسطوره‌ای گفته واسه که پسر تخت خودش رو تعجب کنه به حق اون تخت احترامشو میارن. نه میتونست همونجا درست کنه سری قرار نبود اون به حتما از همون ورداره بیاره، بهش مشورت میکنه که بذار همینجا بزنم یکی واسش نمیخواد اونو بیاره، فقط یکم تغییرش بدیم. میدونه که مثلا ما خطر باشه با دوست که نبوده که پیغمبر اگه می‌خواست بیارم مثلا از شیرازه گرفته بوده قبلا باش تمام کرده بودی که به فامیل بگم من تختم میبرم اون جایزه فرستادی نمیخواستم من پیغمبرم این مال امرا تو روخ من نکش بدم دار شما شد همونجا دام شمشیر بستم واسه ما فکر میکنم مثلا بهشون میگم دست رو به پایین مثلا میخوام بهشون بزرگتری کنم برترجیحی کنم میگم مراقب دست خدا باشید دعا با من سرکل میزنن کلکل میکنم مثلا و خواستگاری نمیگم مثلا حسین ندارم مثلا خدا من خواستگاری بگم اینو دیگه قرآن خواستگاری میخواد دیگه. خب بهش میگم فضل پروردگار من از تو من آزمایش کنم که شکر رو به جا میآورم یا کفران نعمت میکنم و هر کس شکر کنم به نفع خود شکر میکنم به چیز قشنگی شد شکر خدا و هر کس کفران نماید پروردگار من یه خیال راحت میشه. سلیمان خیالش راحت شفرش کارشو میکنه به همین تختم درست شد خدای شکر و چقدر من کمک میکنه. میگه گفت تخت او را برایش ناشناس سازید ببینم آیا متوجه میشه یا کسانی است که نمیفهمد یا مثلا حالیش نمیشه نمیفهمه اصلا چه میشه نه چه من اون نیست. هنگامی که آمد به او گفت شما تخت تو این گونه است گفت گویا خود آن است ما پیش از این هم آگاه بودیم و اسلام آورده بودیم و کنا مسلمین بعد تسلیمت بودیم. خب نه یه بار نمیشه دیگه این جلسه جوری بعد دو بار تسلیم شه یه بار نمیشه. ولی حضور دارم پس حرف مفت میزنیم بدبخت خودش منتظر سلیمان بوده. میگه ولی اون از آن چه غیر از خدا میپرستید باز داشت که از قوم کافران بود. میگه بله چون تو قوم کافران بوده تو قوم مثلا بهش میگه که دیگه پیش من اومده دیگه باید بدیشون کنید اونا را. ببین من خونه‌اش هم نمیام چی میگن کاخت هم چی میگن خونه بوده خدا دیگه سبا مگه چقدر بوده میگه باقی ما رو میبینیم سبا هم چقدر بوده ولی باقی خونه‌ای بوده مثلا یکم بزرگتر بقیه. قرار نیست که به چیزی رو بگیم که تو تاریخ نیست که توهم میزنید چون برای تاریخ بشریت میتونه تمدنشو با توهم ما تنظیم کنه. پس بگید که داستانه یه چیزی بگید که بشر گیج نزنه چون دولت ما دولت فقهی و اگه دولت ما فقهی نبود ایراد نداشت دولت اسلامی نبود ایراد نداشت اینا همه رو می‌بندن به نام کلا دانشمندای ما
این تفکر مسخره که دی انتشار میدید همینجوری. میگه به او گفتی شد داخل حیات شوهنگاه که نظر افکار پنداش نهر آبیست که ساق پای خود رو برهنه کرد زد راستشو بالا. ببین این داخل یه محوطه میشه، محوطه شخصیشون بوده دیگه، کسی دیگه هم نبوده، انگار دوستش هم نبود، ساقدوش بوده کی بود. بعضا میگن بعد قصر آبگینه قصر شیشه‌ای فلان باز قصر چی میگه پاشو زد بالا کف پوشه، میگه پاشو بالا زد یعنی کفش و کف پوش از بلور است، بلور صاف. جایی توی این ترجمه نیست قصد خب باید بنویسه ترجمه رو، خودتون باید فکر کنید دیگه، پیش پازل باید فکر کنید که عمل کردش چی بوده، پس کدام قسمتش پس خب بدبخت اینقدر صحبتی که شده واسه سلیمان تنگای بلور رو برق افتاده، راساسی هم کن لباس رو نمیدن بالا که مثلا به سلیمان بهش که سلیمان چیکار کردی اینجا چقدر قشنگه، چقدر مثلا سنبادگیش چی پایین. من فکر میکنم آب کف اینجا جمع شه اینقدر برق میزنه، مثلا اینجوری میگه نه اینکه راساسی بخواد قاطی کنه که میگه گفت پروردگار من به خود ستم کردم با سلیمان برای خداوند که پروردگار من است اسلام آوردم. باز بعد برا رو میگه دیگه، دفعه اول میره گل بچینه، دفعه دوم دیگه باز دو اسلام میاد دیگه، بره میخواد بره اسلام بره. حالا سوال قوم سبا هم نگاهی بندازیم و ببینیم که اونجا جریان چیه. اینجا هم تا اینجا رفته بودیم که جنیان قرار بود که واسش چی بسازن، برای سلیمان قرار بود که معبدها و تمثال‌ها برای هرس، یعنی واسه دشت، واسه اکوسیستمی، واسه پوشگیری ظروف بزرگ بسازن و غذا و معبدیک‌های ثابت این حرفا و چشمای چی مثل رنگ هم واسهش درست کنن، چشمای زود مواد مذاب و آل داوود شد بگن دیگه خدا با داوود چه ربطی داره واسه سلیمان میکنین داوودی شد ها چون نسبشه خب باشه. ولی عده کمی از بندگان من شکر گذارن ایراد نداره خدا تو کارتون. میگه که هنگامی که بنیان یکی چیزی در ضد دار میدن آیه جریان این مواد و تمثال ها اینا چیه؟ ندید مثلا مردم به درختی نخاویزون میکنن یا مثلا یه قاری یه چیزی هست مثلا میان توش دعا میکنن اینا و مثل معبد میشه، چیزایی که خدا بخواد خلق کنه اینجوریه دیگه. جنیا وقتی تسخیر خدا مثلا میخوان بزنن تو همش هم باید تازه چیز باشه که با فرآیندهای زمین گرمایی انجام بشه، با یعنی بساش که با کوه و با اینجور چیزا از درخت هم که جنیان که از آتیشن کار کنه، یا بعد رعد و برق بزنه مثلا این چیز حالت گیر بیاره ایجاد کنه، یا بعد که جنیان قواسی که توی مغز زمین که مذاب قواسی میکنن و تلمبه میزنن جریان مثل موضوع جریان گدازه عین القط بذارین اسم گدازه دیگه بشه گدازه بگین عین القط یا عین القط مثلا راه بندازن کف اقیانوسا و اما میگید دفعه مثلش مروارید خب آب که خود تسخیر خود ما کرده اولا و گفته بازش جمع کنید هرچی میخواد و دوما آب دشمن شیاطین و جنیان از قواسی رو آتش میکنن تو خود چشمای آتشی میکنن و تمثال رو ندید میگن مثلا پنجگو همش اینا تو همه ویدیوها میگم بخواد کوار خودمون میگم یا سرخگو یا پنجگاه دیگه مثلا یا مثلا زیبای خفته یا اجرای خفته ظروف غذا و همانده حوزها وقتی حوزها رو میگه برکه‌ها اینا رو ندیدید که مثل ظرف غذا آبای چی دارن، آبای خیلی غنی دارن و خیلی ازشون برداشت غذایی میشه. دیک‌های ثابت دیکی که از زمین تکام نخورید. حالا اینجا میگه بزرگی نه، حالا اون اگه خواستید داستان خودتون بگین وقتی کسی علم هرس داره و خدا قسم خورده که مدیریت دشت داره انجام میده دیکای ثابت چیزی که به درد سلیمان بخوره هر جایی کره زمین بخواد بزنه سلیمان خوشحال تمام ملک زمین دیگه سلیمان ملک چی دیگه آب گرم و بخار فشانا و گل فشانا اینا دیگه که یه تخت سنگ‌های بزرگ عظیمی کیلومتری از زیرش بین القطر حرکت میکنه با همین حرکت‌های جنیان و تون بزننشون میگن ماگما علازه ماگما فشار ماگما اون فشار ایجاد میشه با عناصر هسته اتمی هست چون جن از آتش بیدوده با دیدن باشه ایراد نداره اما خدا خودش گفت از بیدوده از نارسوم استرالیشن و دیکای ثابت میزنن و از این بعد میزنن از همه اول میزنن تا قیامت هم بعد بزنن و آتش فشان جاری میشن نزدیک 6-7% آتش فشان بیرونن و به صورت فورانی اکثرشون و زیست وقتی شروع میشه از کف اقیانوس‌ها شروع میشه. کف اقیانوس‌ها جریان دارن و حرکت میکنن و همونجا توی تاریکی مطلق با نوری که دارن و با انرژی که دارن زیست رو شروع میکنن، هم زیست رو ادامه میدن هم استارت و شروع زیستن و تکسلولی از کف اقیانوس‌ها شروع شدن از اطراف همینا و مسلمان هم که خب زیست کارش
خدا شهادت داده که چیز ساده نیست تو قرآن شهادت دادن خدا واسه چیزی ها. خدا واسه کفار خیلی شهادت میده. شهادت واسه چی؟ پیغمبر ما رو واسه شهادت میده و این پیغمبر دیگه نه پیغمبر دیگه خدا واسه شهادت میده که کارش علمی نداره حتما باید این کارو کنه. و دیگه گفته که دیگه ثابت دیگه. حالا بعدا نشون میدم چندشون. حالا اینجا واسه کسایی که تا اینجا خرافه زده بودن دیگه تمامش میکنه. میگه با این همه جلال شکوه سلیمان هنگامی که مرگ بر او مقرر داشتیم کسی آنها را از مرگ وی آگاه نساخت مگر جنبنده زمین که عصای او را میخورد. هنگامی که بر زمین افتاد جنیان فهمیدند که اگر از غیب آگاه بودن در عذاب خاکنده باقی نمیموندن. آقا اینی که می نویسید که جنیان رفتن تشکر کردن اینا، خدا دوست داره طرف مخلوقش حرف بزنه. قرار نیست که کسی علم بیان داشته باشه، علم به جز انسان، علم به بیان، علم به قرآن، علم به اسما، علم به قلم، اینا واسه ماست. خواهشاً تقسیم نکنید تو نرید توی کانات به هر کسی بدید. خودمون حیوانات که اطرافمون هستن بخوام به همین رو یاد بدیم که اگه بتونیم آموزششون بدیم. خدا گفته ایراد نداره، حتی مثلا سگ اینا گفته که آموزش بدید علمی که بتون یاد بدن. علم اسما ما میتونیم بهشون یاد بدیم. و که می داستان درست میکنه. هر چی بگید اگه بخوان یک ثانیه کار نکنن دنیا منفجر میشه. اینجا اینا فهمیدن که از غیب آگاه بودن در عذاب خاکنده باقی نمیمونن. چرا نمانند؟ مگه قانون یا علم میتونه که اجرا نشه؟ مثلا شما با سرعت 120 تا داری میری، بهت میگن اینجا سرعت 70 تا میخواد دور پیچ، اگه 120 میری پرت میشی. این شر نیست و هیچ موقع هم جنیانی نمیدن که تو رو پرتت کنن. خدا نیروی شر نمیخواد، کارگر نمیخواد، شریک نمیخواد. و مشرکا هم خوشش نمیاد که مثلا شریک فرض بکنن مثلا هر کاری. و خب قدیم اینجوری فکر میکنم، الان میدونیم دیگه. وقتی که همین گدازا گسل میزنم از زلزله بالا ایجاد میشه و سنگی میفته، خب زیرش باشیم میری زیر، چرا خونت اونجا بسازی آخه؟ اینجوری نیست که خدا شر آفرینی کنه یا موجود شر بیافرینه و روحای دام زیر عذاب بگیرشون. اینا علمای خدا. یه اسم هم بیشتر دارن که یه اسم خواهشن اسم ندارید. درستی که از ما اصلا اینجوری تخم اسمی اما خودشون رو بلد نیستن اسم. حداقل بخواید اسم بذارید ما باید اسم بذارید، نباید تصور کنید که به غرض ما کسی دیگه میتونه اسم بذاره اصلا استفاده کنه. مگه همون اول خلقت خدا نمیگه که به ملائکه گفتم که نامش بگو، گفته من هرچی تو گفتی بلدم، من یه اسم بلدم، هم اسم خودم فقط. من مثلا جاذبه‌ام یا من مغناطیسم. خیلی ملائکه خوبی هم میشن، یا من الکترومغناطیسم یا مثلا اشعه فرار که هرچی خیلی اصلا نمیخواد وارد بحث بشم دیگه. و یه اسم بلدم. دوم تصفیه مثلا نمیتونم تصفیهشون از خدا قطع کنم. کارمو میخوابه و برام هم سجده کردم. و خواهشان من دیدم آیه تحقیب کردین آیه دیدم تغییر کردید. آیه 14 سبا رو خواهشان در موردش حرف نزنید. دیدم که عوض کردید توی وب و نمیدونستم گذاشتم که همه ببینن. حالا میریم سراغ این که بخوایم تصاویر رو ببینیم. تصاویر اسب از اینکه نیازه هیچ شک نکنید. ببینید این 2021 مقالات دیگه قطعی شده در مهندسی اسب‌ها و دارن همه کشورها میکنن به جز ما. وای خودمون درگیر چی کرد. من دیگه اینا رو وقت زیاد بحث نمی‌کنم. آتش فشان‌ها یا همین دیکایی که بخوام داشته باشن و مواد مذاب برای خدا خیلی مهمه. این حالت خیلی مهمه توی زیست، توی کار بعد توی سلیمان میکرده و این به نامش میکنه دیگه. بنده دلش پاک بوده همه رو به نامش میکنه. چشم آب گرم عمیق توی اکوسیستم خیلی مهمن و این مثلا یه دیگه ثابته. نباید بزرگیش نیست که بزرگی قرارش زده. با توجه به شهادتی که خدا به واسه سلیمان، من علم سلیمان رو میگم بعد واسش داستان میگید دیگه، هر جوری میخواد داستان میگید. این یکیشه اگه ایران باشه سری داشت دیوار میکنن و خصوصیش میکنن بعد پول بدین. اما خب کشور دیگه یه تعداد میذارن که ما هم بریم. بعضی باکتریای مسائل هم که خب خیلی مهمن و انرژی هم که اگه مثلا کشوری که انرژی هسته علمی دارن، هم انرژی خورشید خوب میگیرن که هسته خورشید هم آتشش همین جن و ارتشاء داره و آتشش بدون دوده، اکسیژن نمیخواد، اکسید نمیخواد، دوم آتش رو نگاه آتشی که تو تنمون میسه که اکسید میشه مثلا آتش بیرون چوب میسوزه. و یکی هم آتشای بدون دودن که از چی هستن و علم زیادی هست در مورد علم. نه وقتی استفاده میشن علم هم هست که خیلی هستن که از انرژی اتمی خیلی خوب استفاده میکنن. 98.5% خدا انرژی اتمی رو گذاشته تو خورشید، مابقیش هم توی اطرافمون هست. یه دیگه هم میشه رو زمین برداریم که اینا احتمال داره وزن زمین هم چی بکنن. درست نیست به معنا به زمین رو چون علم زیادی نداره
تو بدن اون وقتی استفاده نمیشه عنصر، یعنی علمی بهش نداره. دستکاری کردنش خیلی مناسب نیست با مثلا هسته ایران کار، مثلا هسته ایران سیاسیه، کاری که بخوایم بکنیم میکنیم و اما راستی که علمی که ما نداریم که خدا یه جای دیگه گذاشته منو هستی شد رو زمین خیلی تعبیه نکرده. بعد میتونید انرژی بگیرید ازشون و از باقی مانده و یه انرژی بزرگشن که خود خورشید توی هسته دیگه، اگه از اون بلدید بگید علمی، نگید نه. و مهندسای اکوسیستم میگه مهندسای اکوسیستم شامل موریان مورچه‌ها و کربن خاکی هستن و فعالیت زیستی اینا مثلا مهندسایی که ثابت هستن. و ببینید اسطوره سلیمان موریانه همه کاره است. پیران اومده فیلم ساخته، کشتی سلیمان سوارش میشه، میگه خدایا این سینا رو میخوام پیغمبرشن چه عدد امکانات میخوان با کشتی برامر برم تو عالم غیب تونو بکشن انکارا کنن. نیومدن بخونن که بابا موریانه شخصیت برتر سلیمانه، میخواد کشتیتون رو دنیاتون رو خراب بکنه. و واقعا سوتی دادید بزرگ، یعنی خدا اصلا پشتون نبوده، کشتی نمیساخت، همون قالیچی میزنید تاوتتون هم میخوره سلیمان موریانه سلیمان. و بعد به این شکل و مورچه‌ها خیلی مهمن و خطوط هم خیلی مهمه. حالا اینجا من میام با هوش مصنوعی بحث میکنم، بحث‌های زیادی انجام میدم و خیلی هم بحثاش جالبه، خیلی قشنگتر میشه از اینا که شما میگید به غیبی که اصلا نمیشناسید، میگید چه غیبه خب که چی. باید کتابمو کنجکاوی واسمون درست کنیم و بریم سراغ علوم این مسائل و بحث‌ها رو بعدا میذارم. خیلی قشنگه که اینجا رو همین چارتی که سلیمان گفتم ببین من چقدر بحث میکنم در مورد همینا و نقشه‌های پراکندگی این حیوانات و هزار یک پیام دارن حیوانات واسه ما. و ببینید چقدر مطلب داره. تمامش با هوش مصنوعی کار کردم و نمیدونم یک چیز مهم ماندی یا نه دیگه همینا بود دیگه. اینو پر حیواناتش بودم. بعد جنون غواصینا خب میدونید واسه چیکار میکنه، سلاسلی که خدا میذاره سلاسلی من فرق میکنه، علامت خدا با علامت من فرق میکنه، چه میدونم دیوار سقفی که خدا میزنه واسه آسمون با سقفی که من میزنم فرق میکنه، خالق و مخلوق فرق میکنه. میگه بین علیهم من کار میکردم، من حفاظتشون میکردم. واسه سلیمان نه که سلیمان درخواست کنه، سلیمان واسه چی بخواد چیزی که خود پیغمبرام همیشه مستقیم با خدا کار میکنن. حتی میگم کفار داخل کتاب قرآنم هیچ کدومشون با این جانور که شما انقدر خوششون میاد چی ندارن که باور ندارن به اون جانور، در صورتی که خدا از طلای بزرگتری هم از این واسهشون میذاشته. اما نه فرعون، نه خدا اینا هم دوستشون داره دیگه. اینجوری نیست که به فرعون میگه عمه من بدن حالا شیطنت میکردی به یه سریاشون بعد در میرفتن. خب با سلام مجدد به خدا و خسته نباشید. اینم کپی رایت خدا، اگه کسی قبول نمیکنه خواهشاً اگه قراره که کمک من نکنید خواهشاً من از سمت ایران می‌نویسم که اینو قبول نداشتم تا قیامت و شما تعریف شخصیت خودتون تعریف کنید. من شخصیت خودم میذارم به چی میگن، به قضاوت بشر، تمدن بشر. این سر همه ما میبینیم تو 100 سال دیگه و توی 5 میلیارد سال بعد دیگه که تا خورشید بخواد منفجر بشه یا زودتر دیرتر تمدن بشری ببینن که غیر از این میتونه باشه. داستان سلیمان قسم خود خدا که این علم به هرس داشت و منبع غذایی بشر رو هرس رو نگهداری میگن دیگه. بی علمیه اگه خب مثلا میگن نمیفهمی فتوسنتز یعنی چی، اکسیژن نمیفهمی چی، همین لای اوزون ما که سقف خداست، سقف آسمانه با اکسیژن میذارن باید که هرس باش. همه میگن سیب نخورد فلان، سیب خورد سیب نخورد، هوس کرد، حاصل هوس نیست، مثلا اسراف و زیاده روی در مورد درخت که خدا بهش میگه این درختی که نمیشه دست نزن. و اون حیوان اول چی، حیوان خدا حیوان میدونه انسان نمیدونه، اون آدم اولین آدمش آدمش اول نخستینش زیاد درخت رو اذیت میکردن و خدا بهش میذاشون بیرون و اینجوری نیست که خدا کوتاه بیاد. و حالا میفهمیم که واقعا چی نیست، واقعا درختای ممنوعه رو نباید دست بزنیم. الان جریمه میکنن راستی اگه درختی که سالان زیست محیطی میگن و دستکاری کنیم، جریمه بزرگ هم میکنن، مثل خدا شوخی نمیکنن، جریمه میکنن و زمین اون جهنم میشه. پس اون درخت هم خواهشاً حواستون باش، نه با هوس خدا کاری داره، نه اصلا خدا تو قرآن از اینجور صفات رو انسان نمیبنده مثلا انسان هوس باست. و نه اون سیب ثمر با درخت الان که 50-60 سال اخیر مثلا خیلی فرق داره، خیلی. همینجوری که سیل‌های خورشیدی از خورشید انرژی میگن همینجوری درخت‌ها میگیرن و وزن میگم 1 کیلوش میگن 10 کیلو و گیاهان اکسیژن میدن، وزن میدن و کربن میدن، باز داد میرسن تو چرخه و هم باید که تاق آسمان خدا واسه ما بزنه با اکسیژنی که تولید میشه توسط گیاهان و دریاها. شکر خدا که میگه عرش رو به آب زدن و ما دیگه هر کاری کنیم خودمون منقرض میشیم، زمین منقرض نمیشه. صدق الله العلی العظیم.